عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری. ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را پیشتر میبری. درود بر شما. مجموعه داستان، بخشی از تنوره دیو، استاد عباس معمار، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دمچر دمچری کلو. رمضان کلوی قصه ما پسر استاد رزاق مغنی بود. یک کاپسین شعر پریود نشده‌ای هم برایش در آورده بودند که توی کوچه و بازار و یا هر جایی که این پیشانی سیاه را می دیدند برایش می سرودند. رمضان پشگل کن ز داغنون ز آسمون. البته این اسم کلو و دیوانه را فضولهای محله رویش گذاشته و به بهترین شکل ممکن هم برایش جا انداخته بودند. وگرنه بینی و بین الله اگر کسی او را در حالت رفت آمد معمولی در کوچه و خیابان میدید، هیچگاه و هیچ جا به ذهنش هم خطور نمی کرد که او یک دیوانه است. از بس این کلوی قصه ما ساکت و آرام و سر به زیر و از همه شاخصتر ترسوی ترسو بود. فقط زمانی میشد تشخیص بدهی با یک کلو یا دیوانه واقعی طرف هستی که 10-20 تا بچه قد و نیم قد می افتادند دنبالش و هر کسی با تکه سنگی و یا دشنه زبانش یک زخمی به این خدازده میزد و او برای دفاع از خودش فقط کف دستش را نشان آنها میداد و 3 بار میگفت آینه آینه آینه. مثلا میخواست بگوید کف دست من مثل آینه صاف است و عکس کلوها در آن پیداست. آن روزهایی که راوی میخواهد ته لجنش را با بیل قلمش در اندرونی ذهن شما قابیل کند، 3-4 سالی از اولین دهه دوران طلایی انقلاب اسلامی میگذشت. انقلابی که آمده بود تا تمامی کاخنشینان را سرنگون و همه کوخنشینان را تا بالا بلندی های سعادت و کامیابی بالا ببرد. رمضان تا 1-2 سال اول انقلاب هم جوان سالمی بود. خدایی آدم حظ می کرد از ادب و خصوصا اهل کار بودنش. با آنکه سن و سال و قد و قوارش به یک الاغ ضعیف سرحدی 2-3 ساله میمانست، اما به راحتی بار 3-4 تا قاطر تنومند و برنای لاری را جابجا میکرد. همین خصلت‌های ویژه‌اش باعث شده بود که گاه به گاهی کار حتی از این هم بالاتر بگیرد و همسایه‌های دکتر و مهندس سر این پسر بچه مغنی ساده و محتاج به نان شب به بچه‌های خودشان خفت بدهند. خفت می‌دادند که آی خاک بر سرای نون مفخور و ولگرد عرقی و شرابی و سیگاری، بروید از رمضان تربیت و غیرت و مرام و یاد بگیرید. درست است که 15 سال را هم تمام نکرده، اما ببینید که به قدر 2-3 تا آدم 30-40 ساله جربوزه و مردانگی و شرف داره. خلاصه نمیدانم چه شد که یک دفعه همین رمضان با تربیت و با غیرت و با شرف 2-3 ماهی غیبش زد و از خانه بیرون نیامد مگر برای رفتن به نزد حکیم و دعا دوانویس برای دوا درمون
کلو شدنش. بعدتر که بیماری او حادتر شد، وقتی کسی در کوچه او را میدید سنگ بر می داشت و یا هر جا که پا می گذاشت یک شعری برایش می سرودن. حیوانکی ماه به ماه هم در کوچه و خیابان پیدایش نمی شد. چشم زخم اولین دلیل بیماری رمضون بود که در محله چو افتاد و تا چند روزی نقل محافل مثل گوشت مرده ما بین فکها در حال جویدن و نشخوار بود. ننه مشتی محمد اولین نفری بود که چشمسوزی بیچاره را در مرکز و معرض اتهام قرار داد و گفت: دده به خدا این جنده هر جایی همون روزی که چاه 10 متری خلای خانهشان را رمضون و پدرش در 3-4 روز کنده و سنگ چین کرده بودن، پسرک بیچاره رو چشم زخم زده بودن. تعریف چشمسوز و در صف نونوایی از رمضون و پدرش هم سند 6 دانگ حساب کرده و حتی برای طبابت بی برو برگرد هم آدرس سی ناصر دعوانویس رو تو محله سعدیه میداد. زن جدید پسر رحمان ریغو بازار مکاره عجیب و شوخ و شنگتری رو به راه انداخته بود. حرص نان و پول و مال و منال. خدایی هم که هر کافسینکش شاعر یا شاعرزاده بیشرفی هم که این دلیل رو شنیده بود بهترین شعر قرن رو برای کلوی قصه ما سروده. شوکت بانو حتی گاهی که میدان را باز میدید لولاهای دهانش را مثل پاچه های پاهایش در حکومت قبل باز میکرد و پای زعفر و جعفر جنی و رئیس و رؤسای لشکریان اجنه را هم به میون میکشید. بانو چون بعد از آب توبه‌ای که برای ورود به خانه رضا سالتو در حرمخانه ضامن آهور روی سرش ریخته و به دین و دیانت اعتقاد بیشتر و عجیبتری پیدا کرده بود، از قرآن هم سند و آیه های شریفه‌ای از جن و انس آورده تأکید میکرد که آیا المؤمنون، اگر واقعیتی در پس پرده نبود آیا کتاب خدا چنین مستند از لشکر اجنه مسلم و کافر سخن میگشود؟ اون که اما هیچگاه شریک غیبت‌های این و آن نمیشد بیبی مصطفی بود. بیبی مصطفی در آخرین حالتی که میخواست مثلا ذرة المثقال حق و باطل رو تا ریال آخر از جیب خودش حساب کنه میگفت نه این خدا زده احتمالاً مزرتی شده. مزرتی اوج وحشت آدمیان است، یعنی باید به اندازه خدا به حول و هراس بیفتی که مزرتی بشی. این پسر بیچاره با تعصب قربانی غیرت نسبت به باباش شده. غیرتش اجازه نمیده که بذاره باباش بره توی چاه. همیشه خودش میره و بابا بالای چاه میسته و دول رو میکشه. خطا اگه نکنم از طرف جنهای کافر جن زده شده یا آلی دیده باشه و مزرتی شده. بعد هم با لحنی جانسوز و جگرخراش به من و نریمان و مصطفی تأکید بسیار میکرد که عزیزانم حمایتش کنید و نگذارید در کوچه کسی اذیتش کنه و یا شعرهای بد براش بخونه و یا کسی سنگش بزنه. دل ننه و باباش بیشتر میسوزه، وگرنه رمضون که به معنای تمام دیوونه و کلوه و از عالم ما آدمهای عاقل چیزی رو درک نمیکنه. بعد قصه مصیبت و بلاهای زمان متولد شدن این بخت برگشته رو نرم برامون تعریف میکرد و میگفت خدا رمضون رو روی 4 دختر سرپوشیده به این خانواده هدیه داده. این پسر لطف خدا بوده. همین بابای رمضون اعلام دختربس کرده بود. دختربس در تعصبات قومی آنها یعنی زن دوم. پسرم زن دوم هم مساوی بود با دغمرگ شدن ننه رمضون بیچاره که عاشق و دلباخته رزاق بوده. فقط خدا می‌داند که ننه رمضون چه راز و نیازهای خالصانه جانسوزی با او کرده که خدایش
به نیت و تصدق سر 5 تن آل عبا یک پسر گذاشته روی سر 4 دختر و تحویل این خانواده داده. و عالمه حرفای دیگر از تولد رمضان که فعلا جایش در این مقال نیست. بگذاریم. رضا سالتو تازه ترور شده بود. به فرق شکافته علی ابن مرتضی که حزب اللهی ها برای مراسم یادبودش سنگ تمامی گذاشتند که برای حسین عصر عاشورایش تا آنجا که راوی به خاطرش بود نگذاشته بودند. محله شده بود غمبارتر از روز تاسوعا و عصر عاشورا. یک شام غریبان به تمام معنا. تمامی پیراهن‌های منتیگل مشکی اهدایی آسید یعقوب به هیئت مسجد که مخصوص روزهای عزاداری سرور سالار شهیدان دشت نینوا بود بر تن این و آن پوشیده شد تا همه بزرگان مسجد و محله یک دست‌تر نشان داده شوند. من و مصطفی با لباس کار از همون سر کار کارگری به مسجد رسیدیم. خبر ترور مثل بمب صدا کرده بود و وقتی ما به مسجد رسیدیم قلقله محشر کبرا بود. همه به ظاهر خیلی غمگین و اندوهناک و محله در واقعیت به یک عزاخانه تبدیل شده بود. اما بینی و بین الله توی عمق ذهن مردم که نقد میزدی حقیقت دیگری میدیدی. مثلا یک حرفای پشت سر همین رضا سالتوی خدا بیامرز در آن روزها زده میشد که ارواح امام حسین من خجالت میکشم امروز اونها را اینجا بنویسم. اصلا انگاری این آدم از روی عمد و تعصبی که به خانواده ناموس خود داشته هر چوب نتراشیده نخراشیده ای رو که کف کوچه خیابان میدیده بر میداشته و بدون فوت وقت و درنگ اون رو به بهترین شکل تراش و خراش داده و برای پسین و پیشین خواهر و مادر محترمش حواله کرده. نماز که تمام شد فلفور مسئول فرهنگی مسجد حاج آقای حسینی تمام پارچه های تسلیت این حزب و اون دسته را با مقداری طناب و میخ و چکش تحویل ما داد تا در جلوی مسجد و جاهای پرتردد محله نصب کنیم. ما هم همه وسایل رو برداشته و از سردر مسجد شروع به نصب تا 1 ساعت بعد که رسیدیم سر کوچه مسجد و چشمم از همان بالای پشت بام و پس از سالها به شبح رمضان کلو خورد. من بیشتر از 2 سال بود که رمضان رو ندیده بودم. مصطفی میگفت اوایل میآمد مسجد و حتی 1-2 بار توی بلندگوی مسجد از آن گفت و 3-4 بار هم مکبر شد. اما بعد از کلو شدنش دیگر پایش را هم به طرف مسجد نگذاشت. اما امشب که درب مسجد برای رضا سالتو طبق زده بودیم و نوار کاست با نوای کاروان بار بندید همراهان را گذاشته بودیم پیدایش شده بود. من روی پشت بام مغازه سر کوچه مسجد بودم و داشتم طناب متصل به پارچه تسلیت رو به تیر چراغ برق نصب می کردم. مصطفی هم روی پشت بام آن طرف کوچه بود. رمضان زیر پای مصطفی در پیاده رو بود و خدای من همش دوروبر عکس رضا سالتو می پلکید و مثل جغد هم همه اطرافش رو می پایید که مثلا کسی او رو نبینه که داره چی کار میکنه. باورم نمیشد. یا خدا این پسر دیوانه الاغ داره چی کار میکنه؟ یک دستم به تیر چراغ برق بود، با دست دیگرم چشمهایم رو مالیدم. به خدا واقعیت داشت و داشتم به چشم می دیدم که رمضان آب دهانش رو جمع می کرد توی دهانش و وقتی دهانش پر از تف می شد همه رو می پاشید روی عکس‌های رضا سالتو و بعد با هر 2 دستش همه آب دهانش رو پخش و پلا می کرد همه جای قاب عکس.
دستم گیر بود و هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. فقط با سر به مصطفی اشاره کردم که زیر پایش را نگاه کند. مصطفی که 2 ریالیش افتاد، طناب رو بس نکرده خیز برداشت که از پشت بوم به زمین برسه و رمضون رو از جلو عکس رضا سالتو دور کنه. اما خیلی دیر جنبید. من هم دیر جنبیدم. مهرزاد پسر خواهر رضا سالتو از اون طرف خیابون رمضان را دیده و ظاهراً زیر نظر داشته و داشت از وسط خیابان مثل عجل معلق به رمضون نزدیک می شد. بدون لحظه‌ای درنگ و تأمل از همان 2-3 متری خیز شوت کردن برداشت و از پشت یک شوتی کشید به گردی های باسن رمضون کلو که رمضون ابتدا 1 متر یا چیزی کمتر و بیشتر از سطح زمین آمد بالا و بعد 3-4-5 متری دورتر افتاد روی زمین و دیگر بلند نشد. کاری به شوت کردن مصطفی بر گردی باسن مهرزاد، آن هم جلو روی 30-40 نفر آدم سر کوچه مسجد محله ندارم. مسئول فرهنگی مسجد آقای حسینی رسید و قبل از آن که بیش از 40-50 نفر از دعوا مطلع شوند، رمضون رو به من و مصطفی سپرد و خودش دست مهرزاد رو گرفت و برد داخل مسجد که مثلا نصیحت و ارشادش کند. من و مصطفی و 2-3 تای دیگر زیر کول رمضون رو گرفته و از روی زمین بلند تا بیچاره سر پا ایستاد. شلوارش رو از جلو و عقب خیس کرده بود. حتی خجالت میکشید سرش رو بالا بیاورد. نصرتش شیوه کش کافسین کش برای خنده 2-3 تا الوات دوروبرش رو بیشتر برای تحقیر مصطفی که پسرخاله‌اش مهرزاد رو با تیپا و درب کاف و باب و نونی تحقیر کرده بود، زبان به متلک روی این دیوانه بیچاره گشوده بود که بابسیلش بیرون نزده باشه برادر مصطفی. این رو حتما چک کن. خدا نیامرز آقا جانت که پزشک ارتش طاغوت بود، اگر اعدام نشده بود امشب به کارتان می اومد. بدون محل گذاشتن به این یا آن و با زحمت بسیار رمضون رو حرکت دادیم و چون وضعش خیلی وخیم بود، یک چسب از این پهن‌ها که مخصوص کشیدن درد بدن بود هم از داروخونه خریده و لیم و لیم به طرف منزل استاد رزاق حرکت کردیم. ننه رمضون بعد از شستشو و عوض کردن شلوار رمضون و مشتمال کمر جگرگوشه دیوانش، چسب پهن را هم چسبون پشت کمرش و پسرک را تحویل اشرف دختر بزرگش داد. اشرف انگاری فرزند نداشته خودش رو گذاشته روی زانوها و ضمن تکون دادن آرام آرام پاهایش برایش لالایی سوزناکی می‌خواند و آروم آروم اشک می‌ریخت. صحنه بسیار اندوهباری بود. اشک داشت آرام آرام پهنه صورت من و مصطفی رو هم فرا می گرفت. حتی رویم نمیشد سرم را بالا کنم و مثلا از مادر رمضون سوال کنم آیا بابسیل پسر دیوونت بیرون زده بود یا نه؟ گاهی واقعا انگاری زمان متوقف می شود و آدمها در میلیونیوم ثانیه ها فریز می شوند. الان برای من و مصطفی هم دقیقاً زمان معنا و مفهومی نداشت به خدا. مادر رمضون اشکهای اشرف رو که داشت قطره قطره می افتاد روی صورت رمضون رو دید. یک دفعه انگاری در خانه جنگ جهانی سوم به راه افتاد. اشرف اصلاً حواسش نبود که چطور اشکهایش مثل رگبارهای تند بهاری تمام پهنای صورت و زیر گردن کاکای دیوانش رو خیس کرده بود و حالا مادرش با دیدن اون داشت تا مرز جنون پیش میرفت. رمضون بیچاره پس از آن خفت و خواری بسیار تازه به خوابی خوش فرو رفته بود. اما اژدهای خوفناکی که در دهان مادرش 1-2 سالی به خواب رفته بود تازه داشت بیدار شده و تنوره می کشید. حرومزاده به داییش رفته. مهرزاد پسر همون زن جنده شهر زوی احمدآبادو میگم.
استاد رزاق، من در مورد اون ماجرا هنوز حرفی هیچ جایی نزدم تا مشکل بزرگتری برامون درست نشه، اما بگو چه شبی از امشب سیاه‌تر رو برام سراغ داری؟ دیگه بالاتر از این سیاهی مگر رنگی هست؟ اگر هست نشان من مضطر بیراه بیکس و بیپناه بده. به خون حسین که از فردا حتی اگر آتشم بزنن در همه محله جار خواهم زد و رضا سالتو رو رسوای عام و خاص خواهم کرد. والله داغ این پسر از خفتوک بدتر افتاده روی سینم. به هر کسی که قبول داری رزاق، قسمت میدم که فردا داد اگر نزنم خفه میشم، خفه. استاد رزاق آمد با اشارات چشم و ابرو دهان بانویش را ببندد. ظاهراً یک چیزهایی بود که ما نباید میفهمیدیم. اشاره کردم به مصطفی که اگر بابا و ننه رمزون اجازه دهند ما خانه را ترک کنیم. اما تنوره دهان بانو تازه آتش و گر گرفته بود. چرا حرف نزنم استاد رزاق ها؟ چرا این آتش باید سالها در دلم بماند ها؟ چرا؟ سوگند به خدای احد و واحد حتی اگر تکه تکم بکنن فردا صبح علت طلوع در مسجد و در همه محله جار خواهم زد. میخواهد خوشت بیاید استاد رزاق و میخواهد بدت، هر کدام که هست به درک. از حالا گور پدر و مادر عشق و عاشقی به کمر شکسته فاطمه زهرا که من از فردا زن و همسر پسر دیوونم هستم و نه توی استاد رزاق حفار چاه و گور. من و مصطفی گیج شده بودیم. داشتم توی ذهنم با 2 دستام سلولهای خاکستری مغزم رو فشار میدادم و به تکاپو وامی داشتم. خدایا دیوانگی رمزون چه ربطی به مهرزاد یا رضا سالتو داشت؟ یعنی ننه رمزون و استاد رزاق چه ربطی بین کلو شدن پسرشان و این دار و دسته رضا و مهرزاد دیدن؟ داشتم گیج و شدیداً تحریک می شدم. مصطفی هم اوضاعی بدتر از من داشت که این دفعه دهان استاد رزاق باز شد و نالید: مصطفی جان، 1-2 سال پیش که طرفداران و هواداران این دسته و اون دسته مخالف رو که اعدام می‌کردن رو که بیاد داری؟ یکی از همون شب‌ها ظاهراً تعداد کشته‌ها بسیار بوده و زمان کافی برای درست کردن قبر برای هر نفر نداشته و قرار بوده فقط گودال بزرگی حفر شود. نصف شبی رضا سالتو و مهرزاد به در خانه ما می آید. متاسفانه من برای کاری به روستا رفته بودم. اشرف که در را باز کرده بود به رضا گفته که پدرم روستاست. اگر کارتان خیلی ضروری است رمضان را بیدار کنند. رضا خوشحال شده و گفته بیدارش کن و بگو سریع لباس بپوشد و بیاید که من سوارش کنم و بروه. بگو بجنبد که خیلی کار داریم. اشرف رمضان رو بیدار و به اونها راهیش میکنه. طلوع آفتاب که رمضان به خانه برمیگردد تب شدید و بالایی داشته که حتی نمیتوانسته سر پا بایستد. رضا سالتو به اشرف گفته که وسط کار از حال رفته. این پسر جون و جول کار کردن رو نداره. یه قنداق بریزی ته حلقش خوب میشه. اشرف بعد که رضا سالتو میره زیر بغل برادر تب کردنش رو گرفته و به داخل اتاق آورده و رخت خوابش رو پهن و رمضان رو خوابون. تا اذان ظهر هرچی پارچه نمدار روی پیشانی پسرک گذاشته تب پایین که نیومده بالا هم میرفته. عصر اشرف و ننش بچه رو به درمونگاه بردن. دار و درمون شده و به خونه برگشته. حال رمضان تا آخرای همون شب کمی مساعد شده و شرح ماجرا رو برای اشرف تعریف کرده و همون سر شب هم به خاطر دارو و درمان به خواب میره. متاسفانه از نیمه شب دوباره تبش چنان بالا میره که در خواب بیهوش میشه. من صبح که رسیدم رمضان رو تا شب به چندین دکتر و دواخونه بردیم اما یکیش اثر نداشت.
الان 2-3 ساله که پسرک کاملا دیوانه شده. شب از خواب میپره و خون میکنه. دیگه تا امروز عاقلی از رمضون ندیدم. شرح رنجش رو هم که من قاصرم که بگویم به خدا. توی همون 2-3 ساعتی که به هوش بوده همه ماجرا رو به اشرف گفته. از همون خواهری که تا حالا مادرشم بوده بپرسید. بعد استاد رضا به طرف اشرف برگشت و ادامه داد: اشرف، برایشان بگو مادرت راست میگوید، سیاهی بالاترین رنگ است. بگو دخترم که چه بر سر کاکای فلک زدت آمده. اشرف داشت به دهان و صورت بابا نگاه میکرد. چشمه‌های اشک همه پهنای صورتش رو خیس کرده بود. رگه‌هایی از شوره نمکی اشک هم در قسمت‌هایی از چهرهش دیده میشد. 2 دستش را گذاشته بود روی کمر رمضون و همینطور بدنش رو مشتمال میداد. نگاهی به مادر و سپس به من و برگشت و مستقیم به چشمهای مصطفی چشم دوخت، چون کژدمی سیاه از زبان کاکایش سخن گفت. اشرف، به خدا همه گودال رو خودم دست تنها کندم. کارم به 2-3 ساعت هم نکشید. رضا سالتو خیلی معطل کرد. هر آمبولانسی که 4-5 تا کمتر داخلش بود میفرستاد طرف جاهای دیگه دمدمای شفق بود که 2-3 تا آمبولانس ایستادن و توی هر کدوم 5-6 تا جسد بود. 2 پیکان هم بودن که سریع آدمهای داخلش پیاده و هر 2-3 نفری به سراغ یک آمبولانس رفتند و جنازه ها را از داخل اون بیرون و 1-2 دست مرده و 1-2 پای او را هم می گرفتن و مثل گونی سیب زمینی یا پیاز آفت زده پرت می کردن وسط گودال. نعش‌های داخل همه آمبولانس ها که به داخل گودال منتقل شد، همه ماشینا رفتن به جز ماشین پاترول رضا و مهرزاد و 2-3 نفر دیگر. رضا آمد بالای گودال و به 2 نفر گفت که بروند داخل گودال و جسدها رو مرتب‌تر کنند تا جای کمتری بگیرند. اونها هم رفتن داخل و همه نعش‌ها رو مثل آجر روی سر هم جمع کردن و بیرون آمدن. مهرزاد و اون چند نفر دیگه رفتن طرف ماشین و رضا و 1 نفر دیگه که معلوم شد کارگر است و برای کمک آمدن به طرف من که از ترس کمی از گودال دور شده بودم. بلند شدم و جلو رفتم و سلام کردم. رضا گفت که وقت نداریم و سریع 2 نفری گودال رو پر کنید. بعد هم نمیدونم چرا، اما شروع کرد که اینها دشمنان مملکت و مردم هستند و طبق قانون اعدام شدن. حواستون باشه که علاوه بر دستمزد خوبی که به شما میدم، کارهای بعدی رو هم حتما به شما میدن. هم نون حلال و طیب طاهر بر سر سفره‌تان میبرید، هم در ثواب کار خدا شریک میشوید. اشرف، به خدا حرفای رضا سالتو شیرم کرد. 2 نفری از 2 طرف شروع به پرتاب خاک‌ها بر روی جسدها کردیم. صدای مهرزاد بلند شد که بیایید که مأموریت دیگه ای داریم. مگه کار این گودال تمام نیست؟ اون 1 نفری که رضا سالتو آورده بود تا دید که مهرزاد صدا زده و از کار پر کردن گودال چیز زیادی هم نمونده، رفت به طرف ماشین. رضا سالتو هم روی 1 کوپه خاک که اضافه اومده بود ایستاده بود و منو نگاه میکرد. من هم داشتم با عجله گودال رو پر میکردم. اشرف، به خدا اولش به خیالم خوف شب قبرستونه. توی چاه هم ددم سرم اومده بود. اما اشرف، به ارواح حسین، نه خوف شب قبرستون بود نه هزیون ته چاهی. راستکی دست یکی از نعشا داشت آرام آرام از زیر خاکا بیرون می آمد. کمی تردید کردم و برای اطمینان خاطر 1 تهبیل خاکی به سمت همون نعش پرتاب کردم. خاک مستقیم ریخت روی همون دست جسد که داشت حرکت میکرد. والله خواهرم که دست دیگرشم تحریک شد و به حرکت در اومد. اشرف، به خدا همش خدا رو شکر میکردم که دده گمپ گلم چه عاقلی کرده که کاکاش رو بیدار کرده. شاید اگه کسی دیگه ای بود
مثل من با دقت و تیزبینی نگاه نمی‌کرد و طفل مردم می‌مرد. دیگه فرفر بیل رو پرتاب کردم به کناری، پریدم وسط گودال. پاهایم روی بدن جسدها بالا و پایین میشد، با دقت که فقط روی پاهای جسدها قدم بذارم. خودم رو رسوندم بالای سر پسرک. هر دوتا دستم رفت زیر گردنش و با زور سرش رو از زیر خاکا بیرون آوردم. اشرف به خدا جوونک بیچاره به زور 16 سال رو پر میکرد. از من درازتر و هیکلدارتر بود. کمرش که راست شد و خاکای روی بدنش که ریخت، یه دفعه 2-3 تا عطسه بسیار بلند کرد و افتاد به سرفه و خسخس کردن. رضا سالتو از پرتاب بیل من یک چیزهایی متوجه شده بود، اما با صدای عطسه و سرفه پسرک تحریک شد و به لبه گودال نزدیک شد. شیر شدم و یه دفعه طوری فریاد کشیدم که همون جمعیتی که 200-300 متر دورتر پهلوی ماشین پاترول بودن هم صدا رو شنیدن و به طرف ماشین حرکت کردن. داد می زدم که رضا به خدا امشب منو آورده که جون این پسرک رو نجات بدم. رضا به دست بریده شده ابوالفضل که دستش تکون خورد. این پسرک زنده است و دارد نفس میکشد. پسرک توی آغوش من بود اشرف. اگه خاک‌ها وارد دهانش نشده بود میتونست حرف بزنه. رفتم روبروی پسرک و روی خاکایی که روی پاهایش ریخته شده بود نشستم و 2 تا بازویش را محکم به جلو و عقب تکان میدادم. گفتم شاید راه نفس اون بازتر بشه و زودتر حالش خوب شه. اشرف به خدا رضا رسید به 2-3 متری من و پسرک. اشرف قشنگ دست کرد زیر اوورکوت آمریکایی و از توی غلاف کلتی که به فانوسقش متصل بود ششلول خودش رو بیرون آورد. اولش یه نگاهی به دور و اطراف گودال انداخت که مثلا غیر از اون و من کسی هست یا نه. دده گلم به خدا تا خیالش راحت شد که دیگه کسی نیست، کلت رو دراز کرد به طرف سر پسرک و یک دفعه یک صدای مهیبی پیچید توی کل فضای شفق زده قبرستون. اشرف به 5 تن آل عبا قسم میخورم خونش و تکه های مغز منفجر شدهش که پاشید توی صورت من. والله دیگه صدای گلوله هم از یادم رفت. خواهرم وقتی دیدم که مهرزاد و رفقایش با عجله سر صحنه رسیدن، رضا داشت در جواب پرسش مهرزاد که پرسیده بود چه خبره بلند میگفت چیز خیلی مهمی نبود مهرزاد جان، دلنگران مباش. یه نفر از معاندین ظاهراً زنده بوده، این ممکن بود فردا باعث دردسر فراوانی بشه. الهی خدای بزرگ رو کرور شکر و سپاس که به لطف بیداری این آقا دیگه زنده نیست. فضای اتاق هراسناکتر از اون بود که به 6 ثانیه‌ای دیگر در اونجا تاب آورد. دستهای نرگس توی موهای کاکای دیوانه‌اش بود و داشت حق زنجوره میزد. به صورت مصطفی نگاه کردم. صورتش مثل یک پیرمرد 80 و 90 ساله به نظر می رسید. برگشتم و چشم دوختم به صورت بابای رمضان. انگاری داشتی به آهن مذاب شده نگاه می کردی. چشمم گره خورد به صورت ننه رمضان. وای چه امواج قشنگی توی چشمهایش موج می زد. صورتش یک گل قشنگی انداخته بود، از همین گلایی که با سرخاب و سفیداب روی صورت نوعروسا میندازن. صورت پیرزن یه حالت رضایت بخش عجیبی داشت. اصلاً به ننه بچه کلو داشته نمیخورد. انگاری همان شب اول دیوانگی رمضان وسط مسجد جامع شهر ایستاده و غمش رو با بلندترین فریادی که داشته فریاد و جار زده. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. پایان. درود بر شما. مجموعه داستان بخشی از تنوره دیو
استاد عباس معمار. نشر آوای بوف. گویش سیما. avayaboof.com دمچر دمچری. دایی مصطفی. من متقاعد شدم که مطلقاً هیچ حدی بر مهملاتی که به وسیله نیروی حکومت میتواند جزو اعتقادات عمومی درآیند نیست. کاری که ندارد شما به من نیروی کافی با بودجه مورد لزوم جهت حقوق بیشتر و خوراک بهتر از بقیه مردم بدهید، من به شما قول شرف میدهم که در عرض 30 سال کاری کنم که اکثریت مردم معتقد باشند که آب وقتی سرد می شود به جوش می آید و یا هر مزخرف دیگری که مورد علاقه حکومت هاست. البته وقتی این اعتقادات هم ریشه دوانده شود، مردم قوری آب را برای جوش آمدن به داخل یخچال نخواهند گذاشت. اینکه سرما باعث به جوش آمدن آب خواهد شد از همان حقایق روزهای جمعه و یا یکشنبه است، مقدس و مرموز. مقالات غیر مشهور لورد برتراند راسل. دایی شاپور از اون دایی‌هایی بود که به گلوی دریده شده علی اصغر آدم دلش میخواست یک 100 تا و 200 تا و 300 تایی ازش داشته باشه. دایی که نبود. قرمدنگ ترکیبی بود از 200-300 تایی مرد و زن پیر و جوان که با وجود عقاید متضاد و متفاوتی که داشتن در یک جسم واحد و در کنار یکدیگر به صلح و صفا زندگی می‌کردند. مثلا صبح زود که از خونه میزد بیرون، صورتش رو انگار با پوستاب نرم صیقل انداخته بود. به غیر از اون موهایی از پشت گیس کرده و اون سیبیل خسرو گل و سرخی در بالای لباش، یک نخ اضافی در هیچ جای صورتش پیدا نبود. حتی توی سوراخ‌های گوش‌هاش و دماغش رو هم میگفتن موم میندازه. خدا لعنت نکنه ننه مشتی محمد سردسته غیبت‌کنای محله رو میگفت ننه به خدای احد و واحد قسم میخورم که این بچه مزلف بیتلی سوسول صورتش رو بم میندازه. این حتما از 5 صبح زیر دستای چش سوزوبو بوده. ما هم که میدونستیم منظور ننه مشتی محمد از چش سوزوبو چه کسیه، کر و کر میخندیدیم. دایی شاپور، البته بگویم شاپور دایی من نبود. من چون سر سفره بیبی و آقا جون مصطفی بزرگ شده بودم، به شاپور دایی و به استوار حیدر عمو میگفتم. محض دلخوشک مصطفی میگفتم، چون مصطفی وقتی این دایی و عمو گفتن منو میشنید مثل خر کیف میکرد و آب از لب و لوچش میریخت روی پیرهن منتیگل آبی آسمونیش. دایی شاپور همیشه یک کیف چرمی دستدوز کولش بود که پر تا پر بود از کتاب و اعلامیه و شبنامه و روزنامه تا همین رنگ‌های پیف پافی که تازه مد شده بود و گیر هر آدم بی سر و پایی نمی آمد. از کتاب‌های پرویز قاضی سعید که داشت، شیرین‌تر از سعدی شیراز از دلاورمردی‌های لابسون تامسون در جزیره آدمخواران سخن می‌راند تا بوفکور صادق هدایت و ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی. به قول بیبی میگفت این بچه قرتی کاهباب نون نشسته همه چیز در چنتش پیدا میشه الا راه و رسم یک زندگی شرافتمندانه. دایی مصطفی یک عینک ریبون اصل آمریکایی که خلبان‌ها می‌زدن روی چشمشون رو چشمش بود که قشنگ توی اون بازار و به دلار 69 ریالی $300 می‌ارزید. اما الدنگ پول سیگار وینستون 4 خط آمریکاییش که فقط 28 ریال بود رو از کیف اشرف کش می‌رفت. یک BMW 2002 2 در قرمز عنابی هم داشت.
که عندالله اندر رسول وقتی 10 دقیقه با لنگ میافتاد به بختارش میشد عین همین سیب‌های قرمز لبنانی که اون روزها به عنوان تغذیه رایگان توی مدارس میدادن. بیبی مصطفی از شاپور خیلی خوشش نمی آمد. همیشه هم خونین‌ترین کلمات رو براش به کار میگفت درسته که پاره و وصله تنمه، اما اصلا بهش اطمینان ندارم. مردی که عاقل و بالغ و مثل یه مرد با شخصیت و جا افتاده نمیتونه برای خودش و زندگی شخصیش تصمیم بگیره. اون وقت مدعیه که میخوایم برای مملکت داریوش و کوروش از سرسلسله هخامنشیان تصمیم بگیریم. هر روز عده‌ای رو جمع میکنه و اینجا و اونجا بر این و بر اون لعنت مرگ میفرسته. هرچند میگی چه مرگته لب وا نمیکنه. این رو هم بگم که دایی شاپور نه از ترس آقا جان مصطفی و استوار حیدر که میتونستن اون رو بندازن زیر فانوسقه و خواهر و مادر دنده استخونهاش رو طور به جغرافیای بی اسمتی بکشونن که این گروهک های چپ و راست کاملا از یادش بره. لذا خیلی کم به خانه مصطفی اینا می اومد. اگرم می اومد در مواقعی که بیبی در قسمت خودش روزه داشت می اومد. من شبی که ندانسته و نخواسته متوجه شعار نویسی دایی شاپور شدم رو هیچ وقت از یادم نمیره. قرمساق یک شابلون درست کرده بود با فیلم عکسای رادیولوژی. یک 10 تایی را هم ازش داشت. شابلون رو که از روی دیوار خونه رحمان ریغو برداشت، شعار خدا قرآن خمینی قشنگ روی دیوار نقش بسته بود. بعد که توی راه داشتیم می اومدیم متوجه شدم اصلا ترسی از رسیدن ساواکی ها و گاردی های بچه های کلانتر نداره. پیش خودم گفتم کمی تملقش رو بگم تا کمی بیشتر آدم حسابی حسابم کنه. گفتم هزار ماشاءالله، سر خیلی نترسی داری دایی شاپور. اولش کمی اشوه دخترونه اومد که بله این کار خطرات بسیاری داره. تا حالا 2 بار بچه های کلانتری به سمت ما شلیک کردن، اما ما تونستیم سالم در بریم. خب شاید 1 بار پای آدم قلنجید و نتونست فرار کنه، اون وقت چی؟ اما ارزشش رو داره نریمان جان. البته گاهی از نزدیک مچمونو میگیرن. ساکت شد و دست کرد توی کیف کولیش و یک شابلون رو در آورد و داد دستم و گفت همش هم نترسی و بیباکی و دلیری نیست. این کارها چون خیلی هزینش بالاست و اگرم کشته نشی میافتی به چنگ ساواک و شکنجه هاش. لذا باید یک جاهای مرد رندبازی هم در بیاری وگرنه کلات پس معرکه است. بعد شابلون توی کیفش رو که در آورده بود داد دست من و گفت بگیر توی نور چراغ و ببین اینجا چی نوشتم. من تا رسیدیم به تیر چراغ برق سر کوچه، بنبست پاک نیت که حالا شده بود کوچه شهید سهرابی، شابلون رو گرفتم بالا و جلوی نور تیر چراغ برق در جاهای خالی نوشته بود خدا شاه میهن، کور بشه چشم دشمن. یک لذتی می بردم از این که هم دارد تحویلم می گیرد و همین که من دارم با یک مبارز واقعی در کوچه راه می روم. بیشتر اما از فوت و فنهای کوزه‌گریش لذت می برد و مثل خر کیف می کرد. اون شب خیلی حرفها زدیم و خیلی چیزها دیدیم. مثلا روی دیوار رحمان ریغو که کوپن تریاک داشت و یک لول تریاک بلدرندار سناتوری رو که 4.5 مثقال رضاخانی وزن داشت از داروخونه به قیمت 145 ریال می خرید و دود می کرد و از سوخته های وافورش اعلاترین شیره ناب رو می گرفت. 2-3 تا جوون داشتن می نوشتن بختیار سنگر تو منقل وافوره. یک بوی کیفور تریاک سناتوری شاهنشاهی هم از داخل منزل رحمان ریغو عموی بزرگ رضا سالتون بیرون میزد که به خداوندی خدا یک لشکر خمار رو نشعه که نه خر نشعه کرد. دایی شاپور دانشجو بود.
از اون دانشجوها که چسبیده بود به این حزب و دسته های جور با جور. این روزا کارش فقط شده بود تجمع و تظاهرات و اعتراض. هزار ماشاءالله دیگه آرش میشد بره دنبال شعار نویسی و پخش شبنامه. حالا مثل مرد میرفت از پمپ بنزین درب درشکه خانه 20 لیتر بنزین میخرید و میبرد مسجد. قالب صابون رو که بیبی برای شستن کهنه بچه های نرگس و اشرف خریده بود رو میداد همرزماش رنده میکردن. صبح تا صبح هم همه شیشه های آبجو مجیدیه رو که دیشب سر فلکه علم سر کشیده بودن حالا کوکتل مولوتوف می ساختن. دیگه با اینکه خیلی از روزها و اکثر شبها حکومت نظامی بود، اما او و دوستاش اصلاً باکی نداشتن. شاه رفته بود و همه 30-40 تا دسته مخالف حکومت طاغوت جمع شده بودن زیر پرچم آقای خمینی. بختیار چهارمین و آخرین دولت به معنای واقعی شکست خورده بود. اعتصابات به اوج خود رسیده و در این میان اعتصاب شرکت نفت بود که بیشترین ضربه را در شروع سیاه سالها بر پیکره مردم فرود می آورد. دقیقاً در هر خانه 1 نفر باید فقط مسئول تهیه نفت باشد. تازه باید آنقدر هم قوی و خرزور باشد که بتواند 2 تا دبه 20 لیتری نفت را بلند کند و مثل شترمرغ بدود. تهیه کپسول‌های 11 کیلویی گاز شده بود یکی از 7 خانهای رستم. هرچقدر که خیابانها پر می‌شد از نیروهای ضد شورش، 100 تا 1000 برابر اونها رو جمعیت مردم اضافه می‌شدند. آنقدر دستجات چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی دست به دست هم داده بودند که قشنگ معلوم بود به بسته شدن تومار خاندان پهلوی که حالا طاغوت ازشان یاد میشد راه بسیار زیادی نمانده بود. اون شب قلقله‌ای بود. محله یکپارچه آتش بود و فریاد. صدای فریادهای الله اکبر مردم از کف خیابان و پشت بومها تا کره ماه هم می رسید. همه داشتند به ماه در آسمان نگاه می کردند و یک تصویر را که داخل ماه بود را به هم نشان می دادند. خیلی ها سرشان را می انداختند پایین و کروک اشک می ریختند. بیبی اجازه پشت بام رفتن رو به بچه های خودش داد، اما به من نمیداد. بهونش این بود که من بچه مردم و امانتی در دست او هستم و اگر بیفتم پایین روزگار او سیاه می شود. بالاخره توانستم از پشت بام خانه مادر محبوبه خودم رو به پشت بام برسانم. موقعی که رفتم تقریباً جزو نفرات آخری بودم. ایستادم کنار خرپشته و چشم به آسمان دوختم. مثل مرد 6 میلیون دلاری با چشمهایم حرکاتی عجیب و غریب می کردم. اما چشمم شکل و شمایل یک آدم رو در ماه پیدا نمی کرد. چشم گرداندم به پشت بام‌ها و حیات همسایه ها. همه اونهایی که مچل نبودند و می تونستند تلو خوران چند قدم بردارن. اومده بودن توی حیاط و پشت بوم‌ها. سهراب آقا جان کس کرده بود توی چارچوب درب خرپشته خونه‌شون. تیز کرده بود به ماه و داشت اختربانو رو تشر میزد که ضعیفه، من خودم پاسبون این محلم، زشت از کسی ما رو پشت بوم ببینه. بعد هم در رو بست و رفت پایین. زن و شوهری توی حیاط ایستاده و داشتن به ماه نگاه میکردن. حتی ننه مشت محمد که مطبخ خونه‌شون رو هم به زور میرفت اومده بود به پشت بوم و زانو زده بود و چارقد و چادرش رو کشیده بود روی سرش و زیر چادر زار میزد که ای خدا نذاشتن سید اولاد پیامبر با پای خودش بیاد، خدا با ماه رسوندتش. کاری به صحبت‌های ننه مشت محمد بیچاره ندارم. مصطفی میگفت اون 2 سالی بعد از شروع جنگ رفته بود اهواز خونه دامادش. ظاهراً توی یکی از بمباران‌ها تیکه و پاره پاره شد و رفت پی کارش. اما صحبت‌های شاپور که میگفت
من همه تلاشم رو برای ایجاد حکومت اسلامی میکنم، مثل زنبور توی گوشم بیز و بیز میکنه. شاپور هم اگه سال 3 جنگ فرار نکرده بود، روزی داشت سیاه‌تر از شب‌های سگ یزید. وابستگیش به همون دار و دسته هایی که انقلاب کرده بودن حالا باعث دردسر فراوونش شده بود. راست یا دروغ، رضا سالتو حکم تیرش رو هم از آسیه یحیی گرفته بود، اما میتونست از مملکت فرار کنه. متاسفانه من موندم و تا بیشتر از 16,000 روز از حکومتی را دیدم که منشأ اصلی آن ایجاد عدالت اسلامی بود. عدالتی که یا واقعاً اصلاً وجود خارجی نداشت و یا اگر داشت هیچگاه در سالهای حکومت اسلامی حتی یک روز هم به نفع این مردم شریف و نجیب اجرا نشده بود. بیبی خیلی راست میگفت که میگفت ملاها کاری به سرتان خواهند آورد که حتی در قصص القرآن کتاب مقدس بر شهروندان قوم عاد و لوط و ثمود نرفته است. حالا این خط و این هم نشان، حالا مرده من و زنده شما. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچر دمچری، نقل روزهای سگی. امروز روز 7 اعتصاب غذای شما بود. 5 روز بود که به پلاک 100 منتقل شده بودید. 5 روز اینجا و 2 روز هم در بازداشتگاه سروش اعتصاب غذا کرده بودید. توی سلول انفرادی شما بودید و یک افغانستانی که اتهام عضویت در گروه‌های داعشی را داشت. یک جوان حدوداً 30 ساله ایرانی هم بود که پروندهش در مرحله بازپرسی بود. چقدر هنگامی که موجی می شدید دلتان برایشان می سوخت. همین دیروز که صدای همکار دیگرتان اصغر را شنیدید، از داد و قالها گمان کردید که دارن کتکش می زنن. 2 لگدی رفتید توی در فلزی و شروع کردید به داد و فریاد. اصغر که خیالتان را راحت کرد که داریم حرف میزنیم و خبری از آزار و اذیت نیست، رفتید نشستید کنار دیوار و روبروی اونها. بیچاره‌ها 2 زانو نشسته بودن کنار دیوار و خودشان را جمع کرده بودن که عقب و جلو شدنهای شما برای شیرجه رفتن توی در فلزی سلول آسیبی به آنها نزند. موقع نهار بود که پنجره کوچک نصب شده در سلول باز شد. همراه با نهار آب خنکی می‌دادند که برای شما که در اعتصاب غذای تر بودید گوارایی خاصی داشت. همبندی ها رفتند غذایشان را گرفتند و نشستند به خوردن. شما هم لیوان کاغذیتان را برداشتید و رفتید کنار پنجره کوچکی که در فلزی تعبیه شده بود. طرف اصرار داشت که شما اول غذا را تحویل بگیرید، بعد او آب را می‌ریزد. البته مقدار بسیار کمی آب ریخت توی لیوان، اما دیگر نریخت. شما هم قبول نمی کردید و خلاصه حرفتان با یکدیگر گره خورد. از این گره های کور. شما غذا را به طرف ایشان هل دادید و چون کمی دستتان شتاب داشت، کاسه خورشتی ابتدا به گردن طرف و بعد پرت شد کف راهرو. طرف به ناگهان گفت بی شرف. کلمه بیشرف که از دهانش بیرون آمد شما هم موجی شدید. موجی. همان ته لیوان آب را ریختید توی صورتش و فریاد زدید که از این لحظه به بعد آب را هم نخواهم نوشید. حالا با شنیدن کلمه بیشرفی که به شما اطلاق شد بهترین فرصت بود که دست به شستشوی ریز و درشت بیشرف‌های اصلکاری در حکومت اسلامی بزنید. شما هم از گندلاتشان شروع کردید تا رسیدید به همین کارمند محترم و شریف روبروی پنجره. کلمه بیشرف تمامی موانع کنترل اعصابتان را به هم ریخت. مدام با لگدهای شدید به درب سلول طرف را وادار به پس گرفتن حرفش می کردید. کار کشید به دخالت سایر شحنه‌ها و کارمندها.
طرف شکایت کرد که من ظرف خورشتی و آب لیوان را ریختم روی او. می گفت اگر در این لیوان چای داغ بود چی؟ بیچاره این را راست می گفت و شما قسم خوردید که به والله اگر اسید هم بود می ریختم. خلاصه در سلول باز شد و 2-3 نفر که یکیشان خیلی گردن کلفت بود وارد شدند و زبان به تهدید گشودند. بیشتر نظرشان بر این بود که دست از اعتصاب غذا بردارید. اما شما تأکیدشان کردید که اگر من بعد وضعیت به همین سامان که تا حالا بوده باشد خیالتان راحت باشد که آب هم نخواهم نوشید تا یک جسد را روی دوش حکومت اسلامی بیندازم. طرف حارتر از این بود که شما میپنداشتید. موقع خروج از سلول تأکید کرد که اگر قرار بر مردنت باشد من نهایت تلاشم را برای زجر کش کردنت به کار میگیرم و از اتاق خارج شد. کلمه زجر کش کردن بار منفی بسیارتری نسبت به کلمه بیشرف داشت. همچنان که ریز و درشت حکومت اسلامی را نوازش می کردید. گفتید مرا زجر کش می کنید بیشرف ها فکر می کنید ما از مردن می ترسیم بیشرف ها. و به طرف سردوش علمک حمام رفتید. از قبل این مورد را دیده بودم. روکش آلومینیومی باریک روی پوسته پلاستیکی سردوش حمام را که از پوسته جدا شده بود با ناخن از روی بدنه پوسته جدا کردید. ورق نازکی که گرچه مثل یک تیغ تیز نبود اما میشد به جای یک تیغ کند ازش استفاده کرد و رگ خودتان را بریدید. هنوز 2 قطره خون شما از رگ بریده شده روی کف توالت نریخته بود که همبندی ایرانی با سر و صدا همان 3 نفر را به سلول انفرادی کشند. همبندی افغانستانی هم به عادت زمانهای جنگ چون باطمه زده بود گوشه دیوار و فقط چشمهایش را به چپ و راست می‌گرداند. مرتیکه نرغول ابتدا قپونی رو به پاهایت زد. بعد دستهایت را از پشت سر دستبند زدند. بعد 2 دستبند را به هم وصل کردند تا طولانی تر شود و از پشت سر زنجیر پاهایت را به دستبند روی دستهایت وصل کردند. حالا میشد مثل یک ساک دستی شما را بلند کنند. طرف اما انگاری به شکستن ستون فقرات شما در زمان بلند کردن ایمان داشته باشد و یا شاید برای اینکه به شما بفهماند در زجر کش کردن شما از هیچ اقدامی دریغ نمی کند زیر بازوهایت را گرفتند تا سرپا بایستی. آرام آرام 1-2 قدم برداشتید تا حدود نیم متری در سلول. بعد از همانجا از وسط چارچوب در پرتت کردن وسط راهرو و با مشت و لگد افتادند به جانتان. شما از ابتدا فقط ماهیچه های زبانتان کار میکرد. زبانتان هم در این هیروویر مشت ها و لگد ها به سر و صورتتان فقط به دنبال بنیانگذاران این نظام پلید و پلشت میگشت که خدای نکرده یکیشان بی نصیب نمانده باشد. اینجا همیشه بازجوهای خوب و بد و در کنار هم کار میکنن. بازجوی خوب و شما را به اتاق خودش منتقل کرد و روی یک صندلی در پشت یک میز نشاند و یک نخ سیگار بهمن بلند را گذاشت میان لبهای شما و فندک زد. نیم ساعتی گپ و گفت کردید تا بازپرس پرونده از دادگاه انقلاب حضور به هم رسانید. نیم ساعتی بیشتر هم در اتاق بازپرس به بگو مگو، سیگار و چای و نبات گذشت. اعتصاب نه تنها شکسته نشد بلکه چون به هیچ پرسشی هم پاسخ نمیدادید، فردا صبح بدن نیمه جان شما را بردند و انداختند داخل نگهبانی بازداشتگاه زندان مرکزی 3مین شهر حرم اهل بیت. مأمور اطلاعاتی که دستتان را ول کرد اصلا نمی توانستید سر پای خود بایستید. سلانه رفتید کنار دیوار کیوسک نگهبانی و یله شدید روی زمین.
12 روز بود که آینه ندیده بودید و به قیافه خودتان نگاه نکرده بودید. 8 روز بود که روزانه فقط 2-3 تا لیوان آب و 1-2 تا لیوان چای با چند حب قند خورده بودید. 100% باید خیلی ضعیف شده باشید. یک ضعف شدید گرسنگی داشتید که موجب شده بود زورتان نرسد چشمهایتان را باز نگه دارید. همان گونه که سرتان روی زمین قرار گرفت، چشمهایتان بسته شد. ناگهان ریزش قطراتی آب بر روی صورت و موی سرتان و یک صدا باعث شد دوباره چشمهایتان را باز و بالای سرتان را نگاه کنید. یک معتاد از این تزریقی ها بود که بالای سر شما ایستاده و همانطور که آبهای خماری از لب و لوچه دماغش قطره قطره به روی شما میریخت، داشت بر شما رو نگاه میکرد. توی دلتان گفتید ظاهراً نحوه لم دادن شما کف اتاق نگهبانی خیلی به دلش چسبیده، نوش جانش. با آنکه همان لحظه چشمهایتان دوباره روی هم رفت، اما صدایش هنوز هم پس از سالها توی گوشتان وینگ و وینگ می کند. داداش، جان من، از هر چی که زدی آدرس ساقشو به ما هم بده بامرام. بخیل نباش لوتی، مام آدمیم ارواح حسین. خاطرات زندانی ندامتگاه شماره 55789 پایان. درود بر شما. مجموعه داستان، بخشی از تنوره دیو استاد عباس معمار. گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دمچر دمچری، بهایی کشون. یک طرف حیاط منزل آقا جان مصطفی 3-4 تا از پیرزنهای محله تنوری دیو نشسته بودند و داشتند بی مصطفی را دلداری می دادند. نرگس مثل همیشه که بی پس می افتاد، کاسه مسی که کف دست سقای دشت کربلا به تهش چسبیده بود رو گرفته بود توی دستش و داشت حب قندی رو که انداخته بود توی کاسه رو با انگشتش به هم میزد. این یعنی اینجا هیچ خبری که نباشد باید منتظر یک قیامت صغرا باشیم. یک طرف دیگر حیاط که مربوط به پنجدری آقا جان مصطفی و مخصوص میهمانهای لشکری و کشوریش بود، ابوالفضل عباسی که یک قیامت کبرای واقعی بود. 2-3 هفته از بهمن ماه گذشته بود که شبی تا وارد منزل شدم با این صحنه ها روبرو شدم. 10-15 نفری دم در اتاق پنجدری نشسته بودند و حرف می زدن. حرف که نه، جر و بحث می کردن. محتوای کلامشون این بود: اکثر کلانتری ها که الهی شکر با کمترین هزینه خلع سلاح شدند. از تیمسار ساروجی فرمانده پایگاه هوایی شیراز هیچ خبری نیست. معلوم نیست کجا گم و گور شده. فرمانده شهربانی تیمسار پهلوان قبل از خلع سلاح کردن شهربانی توسط انقلابیچی ها گریخته، چو افتاده که با نفربر زرهی فراریش دادن. صدای آقا شمشاد رو از بین همه صداها بهتر تشخیص دادم. همین قرمساق بود که شوفری رو یادم داده بود. بله، الان هر کی بخواد مسلح بشه و از مملکت و ناموسش دفاع کنه، بیاد تا من اسمشو بنویسم و یک ژسه و چند تا خشاب تیر هم به اون تحویل بدم. تعجب کردم که این قرمساق با پای تیر خورده که هنوز چرک و خون ازش می اومد بیرون چطور شده که بلند شده و اومده منزل آقا جان مصطفی. اینا که رابطهشون خوب نبود. البته از گردش در خیابان خیلی چیزها دستگیرم شده بود. امام خمینی وارد مملکت شده بود و فرماندهی مردم رو در اعتراضات به دست گرفته بود.
آقا جان مصطفی از 2-3 ماه پیش این روزها رو پیش بینی کرده بود، اما باورش نمیشد که اون همه اعتراض ساده ناگهان به براندازی یک حکومت بیانجامد. راستش من هم با اون که بچه‌ای بیش نبودم، از این که به ناگهان فضای شهر از شعارهای ساده و مرگ بر این و مرگ بر اون و نوکر خوندن این و کلفت خوندن اون کار بکشه به خلع سلاح کلانتری ها و شهربانی و کل و خلاصه کمی تعجب می کردم. حالا در چند ماه گذشته که یک دولت می آمد و یکی دیگر می رفت خیلی نمی گذشت. شاید 5-6 ماه هم نشود، اما شیرازه حکومت کاملا پاشیده شده بود و یک عده‌ای که تا دیروز عددی به حساب نمی آمدن امروز داشتن زمام امور مملکت رو به دست می گرفتن. غرق در عالم خودم و حکایت هایی که برای بیبی آورده بودم که هم پایش را بمالم و هم ریز و ریز دیده هایم را که خوبتر بود برایش تعریف کنم که یک صدا به هوشم آورد و لرزیدم. صدای رضا سالتو بود. البته با کمی نیش و کنایه رو به آقا شمشاد و چند تا از درجه داران مسلح کرد و گفت من بعد از آتش زدن منزل گندلاتتون به همه گوشزد کردم. الانم میگم که شاید نریزن توی خونه آقا بزرگ و خونش رو آتیش بزنن، اما تأمین جونش با ما نیست، دیگه خود دانید. بیشرف یک جوری هم تفنگ ژسه رو در دست گرفته بود که به فرق شکافته علی پسر مرتضی من هرچه شخصیت فیلم های کماندوهای آمریکایی رو در سینما و تلویزیون دیده بودم یکیش هم به این اباحت و جلال و جبروت نبود. من بیشتر لجم می گرفت که این حرفش دایه به جان بیبی مصطفی که مرا مثل بچه خودش بزرگ کرده بود آتیش میزنه. اصلا من امشب قصه تصادف سر فلکه دروازه سعدی جلو مغازه تعمیرکاری نعمت الدنگ که 2 ماشین تصادف کردند و هر 2تاشون پیاده شدند که دعوا کنن، حتی فوش خواهر و مادرم از دهان یکیشون در اومد و به گوش اون یکی هم رسید یا نرسیدش رو به یادم نیست. فقط یادم هست که ناگهان نعمت الدنگ که روی صندلی چرخدارش نشسته بود و یک تفنگ ژسه هم روی زانوی پایش گذاشته بود رو به اون 2 نفر کرد و گفت همشهریا لطفاً به مناسبت پیروزی انقلاب مردم یک صلوات بفرستید و تا در خونه هاتون بوق پیروزی بزنید. بعد 2 راننده جلوی 10-20 نفر افراد انقلابیچی های روبوسی کرده بودند و با یک صلوات از گناه هم گذشته بودند رو برای بیبی مصطفی آماده کرده بودند. میخواستم حالیش کنم که انقلاب ما هنوز پیروز نشده، اما مردم به چه راحتی از گناه یکدیگر میگذرن. اما حالا بیبی مصطفی داشت احساس خطر میکرد، اون هم از طرف آقا جان مصطفی که شوهرش بود. نگاهش که کردم و از دور غم چشماشو که دیدم با خودم فکر کردم که اگر 100 تا از این قصه ها رو هم براش بگم نمیتونم آرامش رو در دلش به وجود بیارم. حالا میدونستم رضا سالتو و آقا شمشاد سردسته بچه های مسجد محل هستند و حتی در مراسم استقبال از آقای خمینی که در تهران بود هم رفتن و حالا خیلی ها در محل اونها رو به عنوان سردسته انقلابیچی ها میشناسن. صدای آقا جان مصطفی به همه چی سوت پایان زد. من نه اسلحه های ژسه صندوق عقب ماشین های رنگ و وارنگ شما رو میخوام و نه اینکه غیرتم اجازه میده کسی روی پشت بومم کشیک بده. انگاری مملکت هرتی پرتیه که هر کی یه تفنگ ژسه بگذاره روی کولشو در محلات نگهبانی بده. اون چه این مملکت رو تا حالا نگهداری میکرده قانون بوده. آقا رضا سالتو، قانون، همون قانونی که حالا از دهانه لوله تفنگای ژسه شما داره خارج میشه. قانون به قصد کشت. من شده باشه یا همین امشب با بیبی و مجتبی و مصطفی میریم روستا و یا با استوار حیدر میریم در فلکه درشک خونه و با اتوبوس میریم تهران. شما لطفاً بروید و ممنونم که خطرات بیشمار رو اطلاع دادید.
میخ شده بودم به دهان آقاجان مصطفی. دیگه فقط حرکت لبهاش رو میدیدم. میرویم؟ اصلا تا گفت با مصطفی میریم ارسنجان والله تمام تنم لرزید. یک دفعه قفل روی زبان دلم باز شد. میرویم؟ کجا میرویم؟ مگه مسخره است همین امشب برویم؟ من و مصطفی به فرزاد و فرشاد قول شرف دادیم که فردا بریم از غارت منزل بهایی و کشتاری اگه بود عکس بگیریم. آتش زدن منزل دکتر سالک و غارت لوازم منزل اونها یک شوخی ساده بوده آقا جان. اصل بهایی کشون و غارت اموالشون فردا در سعدیه است. برویم؟ فرزاد به ناموسش قسم خورده که حتی اگه داییش به زبون خودش دوربین یاشیکای 135 ژاپنی اصلش رو نداد اون رو بدزده. صبح زود هم قراره بریم چهارراه زند و دنگ بگذاریم روی هم به یک فیلم 36 تایی بخریم. حالا پیش خودمان بماند آقا جان. فرشاد میگفت من فیلم 36 تایی رو با یک فوت و فن خاصی توی دوربین جا میدم که بشود با آن 40 تا عکس بیاندازیم. باورت میشود که با یک حلقه 36 تایی فیلم دوربین یاشیکا بشود 40 تا عکس گرفت؟ این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچر دمچری تصمیم کبرا. شبی که خونه روبرویی ما یعنی خونه دکتر سالک رو به جرم بهایی بودن آتش زدن و همه وسایل خونهشون به غارت رفت، من از بین آن همه بلا و مصیبت که بر اهل و عیال خونه و وسایل منزلشون روا شد، فقط دلم برای تلویزیون شابلورنس 21 اینچ رنگی این خونه خیلی سوخت. آخه من همیشه فکر میکردم همین جعبه جادویی که همه فقیر و ندار این محله رو لب حوض خونه آقای دکتر سالک جمع میکنه. راستش با شمای خواننده که نمیشود رو راست نبود. اون روزها که مثل حالا دست هر بچه رقیقینکی که حتی اگه هر رو از بر تشخیص نده که 1-2 تا گوشی موبایل یا یک لپتاپ با 30-40 تا برنامه نرم افزار و اینا که نبود. خیلی ها توی محله مثل ما تلویزیون نداشتن. ما هم نداشتیم. تازه ما یخچال و لباسشویی هم نداشتیم. چه برسه به این قرتی بازی ها و ادا و اطوارهای دپلکارنگی. اما خانواده مهربون دکتر سالک 2-3 شب از هفته حیات رو آب و جارو کرده و تلویزیون رو روی تخت وسط حوض گذاشته و خانواده های مثل ما در منزل اونها هم پذیرایی ساده‌ای می شدن و هم سریال های گلنوجا و مزرعه چاپارال و تلخ و شیرین آقای مربوطه رو نگاه می کردن. خلاصه الهی چشم هاتون روز بد نبینه. 11 سالم بود و از پشت پنجره اتاق طبقه دوم منزل اجاره‌ایمون که مشرف به خونشون بود از قبل غروبی خیلی چیزها به چشم می دیدم. خیلی چیزها که الهی دیگر مسلمان نشنود و کافر نبیند. اولش رضا پسر بزرگ تقیخان با ماشین شیکش اومد و سریع پیاده شد. حتی شیشه ماشین رو هم بالا نبرد. در ماشین رو هم قفل نکرد و به عجله در خونه دکتر سالک رو کوبید و تا نادر پسر کوچیک خونه که خیلی وقتها هم بازی من بود در خونه رو باز کرد پرید داخل خونه. حالا چرا اینقدر با عجله؟ این که همیشه آدم جنتلمنی بود و بیبی همیشه از ادب و کمالاتش حرف میزد. این چرا این دفعه مثل گاو سرش رو انداخت پایین و هول خورد روی سر ناموس مردم؟ بیشرف حتی حساب نکرد ناموس مردم سرش لخت باشه. البته بگویم که رضا نامزد اشرف دختر بزرگ خانواده دکتر سالک بود. اما این حرکتش برام قابل هضم نبود. اشرف اونها با نرگس ما هم دوست جونجونی بودند و هم 10 تا عکس کنار حوض خونه دکتر سالک با دوربین لوبیتل انداخته بودند. رضا نامزد اشرف دانشجو بود و با اشرف با هم در دانشگاه شیراز درس می‌خوندند. رضا یک کادیلاک قهوه‌ای سوخته سقف چرمی دنده نیمه اتوماتیک داشت.
که آدم ذوق میکرد برود کنارش بایستد و عکس خودش را در گلگیرها و صفحه کابوت عقب و جلو اون ببینه. از بس این ماشین شیک بود و تمیز بود و خوشگل بود. ما همیشه خدا آرزو داشتیم داخل اون رو ببینیم. امروز اگر خدا بخواهد انگار داشت آرزوهایمان برآورده میشد. خلاصه رضا به عجله رفت داخل و اما به 10 دقیقه نشده و من هنوز در فکر این بودم که به چه طریقی برم داخل ماشین رو ببینم که به ناگهان زن و مرد و همه اهل و عیال خانواده اومدن و زورچپانم که شده سوار کادیلاک شدن. انگاری در رفتن. به سر بریده شده حسین ابن علی که اشرف لچک هم سرش نبود، یعنی انقدر هولکی شده بودن. تو دلم گفتم که ای کاش عجله کرده بودم و تا ماشین پارک کرده بود رفته بودم داخل ماشین رو دیده بودم. چه حیف شد. راستی اینا کجا رفتن؟ چرا انقدر با عجله و خوف و شتاب بسیار رفتن؟ هنوز 1 ساعتی از رفتن خانواده دکتر سالک نگذشته و نیم ساعتی بیشتر از اذان مغرب میگذشت که به ناگهان قلقله‌ای در محله برپا شد. صدای جمعیتی که داشت الله اکبر گویان به کوچه ما نزدیک میشد به گوش می رسید. جمعیت که نزدیک شد حجت رو که جلو همه بود شناختم. حجت پسر بزرگ آشیخ محمود بود. پدرش گاهی به گاهی پیش نماز حسینیه محله می شد. حجت در جلو بود و 10-20 تایی هم از رفقا و همرزمان جدیدش در عقب سرش فریاد می زدن که با بودن این نجسی های کثافات در محله دین و ایمانمون آلوده تر از قبل میشه. آی مسلمان شیعه چرا نشسته ای؟ بعدش نعره خسرو بود. خسرو گراز. بیبی اسم گراز رو روی خسرو گذاشته بود. ما هم نمیدونستیم چرا، اما همه محل طوری اسم گراز رو بعد از اسم خسرو می آوردن که آدم باورش میشد نام خانوادگی این بنده خدا گرازه. گردن خودشون. اما توی محله پیچیده بود که خسرو جزو همین دار و دسته های پارتیزانی بود. من خودم با همین چشمهایم آتش زدن بانک رو سر همین 4 راه زند و حتی پرتاب کردن کوکتل مولوتوفش به طرف سینما و حتی نوشتن شعار بر روی در و دیوارها رو ازش دیده بودم. البته نه اون روزها به کسی بروزش دادم و نه حالا که مردی 50 ساله پا بر لب گورم. خسرو پایه سور عرقخوری های حجت بود. حالا صدای نعره خسرو بود که در کل فضای محله پیچید. به خدا اینا نجسن. خونشون هم طبق آیین خدا بر ما مباهه. حجت رسیده و نرسیده به در خونه دکتر سالک دولگدی رفت توی در که یک لنگه در حیاط از چارچوب جدا و افتاد توی راهرو ساختمون و همه جمعیت هل خوردن داخل خونه دکتر سالک. وای خدای من، حالا ماجرا داشت چه جالب می شد. توی دلم گفتم برم پشت بوم. از پشت بوم قلقله در حیاط بهتر دیده میشه. خونه دکتر سالک در از ساختمون بود و وارد که می شدی 1 سالن در سمت راست و 2 اتاق در سمت چپ و بعدش حیاط خونه و بعدش 2 اتاق در ته حیاط و آشپزخونه و مستراح و حموم که اون قدیما به اون باریکسازی می گفتن. اما این باریکسازی خودش یک خونه کامل بود که اسباب گران قیمت خونه مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی رو در اون قسمت نگهداری می کردن. خیلی دلم میخواست اونجا رو ببینم. احتمالاً قوقای سریال غارتگران با آتش و دود تو اونجا بود. تا کلون در پشت بوم باز و پا بر پشت بوم بذارم البته چند دقیقه گذشت. حالا جمعیت در حیاط خانه ولو بود و هر کسی میرفت یک چیزی بر می داشت و روی کول می گذاشت و 2 هم لعن و نفرین بر فرزندان باب الله می کرد و می رفت. حجت پسر آشیخ محمود تلویزیون رو روی سر گرفته بود. جند مادر انگاری همه آرزوهای مرا بر دست
بلند کرده بود. میدونستم که این تلویزیون دیگر همسایه ها را جمع نخواهد کرد. خساست و لعیمی خانواده آشیخ محمود مورد وثوق همه محله بود، نه فقط طفلی خرد و صغیر مثل من. 4 پایه چوب گردویی تلویزیون شاب لورنس از بس تمیز بود، توی نور آتشی که از خانه بلند شده بود برق میزد. من از پشت بوم خونه همه چیز رو به چشمهای وحشت زده میدیدم. اتاق دومی قسمت اول ساختمان در حال سوختن بود. الهی کرور کرور شکر، قربون مرامت خدای مهربون. هنوز توی دلم دست به دامن ابوالفضل و علی اصغر و یکی دیگه نشده بودم که ناگهان پای حجت پسر آشیخ محمود قلنجید و نتونست خودش رو کنترل کنه و با سر رفت توی دیوار حیاط خونه. تلویزیون اول خورد توی دیوار و بعدش پرت شد کف حیاط و به لطف خدای مهربون 1001 تکه شد. بعدش هم الهی شکر حجت نتونست خودش رو درست و به قاعده کنترل کنه و با سر رفت توی شیشه کلفت آرزوهای من که از دور جلز و بلز سوختن لامپ تصویرش معلوم بود. بعد هم حجت ولو شد کف حیاط خونه. البته حجت سریع و با اعتماد به نفس بیشتر بلند شد و از حوض با دستهایش آبی برداشت و پاشید توی صورتش و دوباره وارد اتاق شد. وقتی هم که بیرون اومد تابه و لگن مسی خمیر درست کنی نونپزی دستش بود. خسرو هم دم در خونه ایستاده بود و داشت داد میزد: آی مسلمانان خدا، زودتر کار این خونه رو تموم کنید، منزل رو کاملا آتیش بزنید تا برویم. باید برویم در محله سعدیه، دشمنان دین و ایمانمون در اونجا بسیار بسیارترن. بعدها خانواده دکتر سالک و رضا پسر تقیخان قاچاقی از مرز فرار کردند و رفتند. من اما همون شب از ترس خوابم نبرد. شاید رویم نشود بگویم، اما تا به خواب می رفتم قیافه خشمگین حجت پسر بزرگ آشیخ محمود و خسرو گراز می اومد جلوی چشمهایم. حتی یک بار از ترس توی رخت خواب خودم شاشیدم، اما جرأت نکردم از رخت خواب بیرون بیایم. تا صبح فقط در فکر نادر بودم. نادر چقدر دوست داشتنی بود، چه همسایه های خوبی بودن. الان یعنی کجا هستن؟ شاید هم انقلابیچی ها یک جایی گیرشان آورده و همونجا دخلشون رو آورده باشن. هرچه به مغز فندقی هم فشار میارم که چرا یک دفعه این بلا بر سر این خانواده نازل شد، مغزم راه به جایی نمیبرد. اون شب اگرچه خیلی از خودم خجالت کشیدم، اما توی دلم خیلی قسمها خوردم و تعهدها دادم. 100,000 تا قسم هم بیشتر خوردم. قسم خوردم که وقتی بزرگ شدم همه تلاشمو بکنم که قوی بشم. یعنی اونقدر قوی بشم که هر جا حجت رو دیدم باید تا چشمهایش به چشمهایم گره بخورد که از ترس توی شلوارش بشاشد. قسم خوردم که اگر او از ترس توی شلوار خودش نشاشد، من مرد نیستم. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچر دمچری، خونچه های بکارت. ضعیف فاحشه ضد انقلاب، دختر داشته بر ضد منافع نظام نوپای اسلامی فعالیت می‌کرده. داشته تیشه به ریشه حکومت اسلامی میزده. سند براش جفت و جور کردم که میرفته بالای پشت بوم همین خراب شده که تو زیرش خوابیده و من ایستادم، با چراغ قوه روشن آدرس پایگاه‌های نظامی شهر رو به خلبانان عراقی گرا میداده. جنده هر جایی انتظار نداری که برای یک فاحشه مجلس ختن سرورانی رو به راه بندازیم. این صدای رضا سالتو بود. صدای شبیه خرناسه حیوانی که گلویش زخمی شده و از داخل سوراخ‌های زخم هوا و خون با هم در حال برو بیا بودن. از گلوی مادر محبوبه هم این صدا بیرون می آمد. صدایش دقیقاً مثل صدای خرخر بریده شده گوسفندی بود که قصاب با یک نیشتر یک سوراخ توی نایش فرو کرده و سریع دشنه را در آورده.
صدا حتی تا ته ته ولزالین هر قصابی رو هم به درد می آورد. مصطفی دقیقا مثل یک بزی که دارن جلو رویش یک بز دیگر را سر می برن، فقط چشمهایش به پوتین پای رضا سالتو بود. پوتین از روی خرخره مادر محبوبه به روی صورتش می لغزید. بعد یک سری به برجستگی سینه‌های پیرزن بدبخت و بینوا می کشید. بیشرف نوک پوتین را به برجستگی‌های سینه بانو فشار می‌داد، به سمت پایین و ته پوتین را بالا برده بود تا ضمن له کردن سینه‌های مادر محبوبه زبان خبیثش درازتر شود و بگوید لعنت به این شیر کثیف و پلشت و ناپاک. من که منگ و مسخ کامل در شرایط حاکم شده بودم، به سر بریده حسین ابن علی من به خیالم مجلس جشن و سرور است. آخر برای زیر مشت لگد انداختن یک پیرزن مریض و مفلک چه کسی جعبه شیرینی با خودش میبرد؟ من گفتم یک مأموریت ساده است، داریم میریم یک تبریکی بگوییم و بیاییم. پیرزن بیچاره تا جعبه شیرینی را دید صورتش شد مثل گچ، سفید سفید. اشکهایش اصلا به دهان رضا سالتو رخصت خروج نخواست. اشکهایش مثل اروند رود جاری شد. بغضی که 2 سال تمام در سینه زندانی کرده بود یک دفعه مثل فنر از جا جهید. تا خواهر فهیمه و نادره فرصت واکنشی داشته باشند، مادر محبوبه مثل یک عقاب به صورت رضا چنگ انداخت. طول ناخنهایش از 2 سانت هم بیشتر بود. باور کنید چون این ملاقاتی را تشخیص می داده. برای همین گذاشته بود تا هرچه دلشان خواست بالا بیاید. رضا سالتو با کشیده محکمی مادر محبوبه را پرت کرد گوشه اتاق. ابوالفضلی اگر روی رخت خوابها نیفتاده بود حتما ضرب مغزی می شرد و می مرد. رضا سریع چفیه‌اش رو از دور گردنش برداشت و خون صورتش رو پاک کرد. چقدر شانس آورده بود. چنگالهای مادر محبوبه از بالای ابروی رضا رو زخم کرده بود. بعد زیر چشمها رو هم همینطوری خراش داده بود که گوشتهای صورت رضا زیر ناخنهای مادر محبوبه دیده میشد. یک جاهای آدم واقعاً گهگیجک میگیرد که باید چیکار کند. صدای رضا از هپروت بیرونم آورد. حق دخترت بوده که اعدام شود. وظیفه ما هم بوده تا با رفع موانع شرعی باکرگی دوشیزگان اعدامش کنیم. این فاکتور 160 تومانی هم پول 4 تا تیر فشنگ ژسه است که باید پرداخت کنید. حق بیت المال حکومت نوپای اسلام است. تأکید می کنم که حق ندارید برایش عزاداری کنید. آخر کار هم پایش را از روی گلوی پیرزن برداشت، گذاشت تا نفسی تازه کند. من تمام رنج یک مادر را در صورت مادر محبوبه می دیدم. اشک از توی چشمهایش و آب بینی از دماغش شر می ریخت. باکرگی دخترش را قبل از اعدام از بین برده بودند و می‌خواستند با یک جعبه شیرینی سر و ته این بیشرفی را به هم بیاورند. پول 4 تا گلوله ژسه را هم داشتند می‌گرفتند. جسد دخترش را هم تحویل نداده و داشتند روی سر و خرخرش پا می‌گذاشتند تا گریه نکند و زجه نزند تا صدایش را کسی از توی کوچه نشنود. مادر محبوبه چشمهایش خیره به کف زمین بود و خون داشت از گلویش میریخت. روسریش را از روی سرش برداشت و اشکها را پاک کرد و آب بینی را گرفت و روسری مچاله شده را روی زخم گلویش گذاشت و دوباره سرش کرد و سرش رفت روی زمین. انگاری سالهاست خوابیده باشد. رضا سالتو رو به مهرداد و یاسمین کرد و گفت مادرتان را ببرید در رخت خوابش و تا بیدار شد و خواست گریه کند تأکیدش کنید که اگر صدایش از دم در کوچه شنیده شد من برمیگردم و اگر برگشتم به گلوی بریده حسین که گلویش را میبرم.
بعد هم به مصطفی اشاره کرد که مصطفی را هم میگذارم دم در تا کشیک بدهد. نه برای من و نه برای خودتان دردسر درست نکنید. آن شب وقتی پس از پایان مأموریت من و مصطفی وارد خانه شدیم، مصطفی مستقیم رفت سراغ آقا جانش و من رفتم اتاق بیبی. بیبی اصلا متوجه وارد شدنم نشد و حتی سلام کردنم را هم نشنید. گوش چسبانده بود به دیوار مابین خانه ما و خانه مادر محبوبه. در اتاق را آهسته تر از باز کردنش بستم. کمی جلوتر رفتم و پشت سرش 4 زانو نشستم. زل زدم به دیوار و تمام حواسم را به کار گرفتم تا بشنوم که دارد به چه صدایی گوش می کند. گوشم شده بود مثل چشمهای آدمی که ماه‌ها بود نور خورشید را ندیده و به یک باره او را برده باشند وسط یک خیابان داغ در یک تابستان بیرحم و سوزان. دقیقاً در همان حالتی که نه دلت می آید از دیدن نور دل بکنی و نه قدرت طاقت آن را داری که چشمهایت را باز کنی. من اما همین نیم ساعت پیش در آن طرف دیوار بودم و چیزهایی دیده و شنیده بودم که هنوز از شدت منگیش قادر به هضمش نبودم. حاضر بودم به همه مقدسات عالم قسم بخورم که اگر بیبی دیده بود حتما از چشمهایش به جای اشک خون میچکید. در اتاق با صدای جیر و جیر ضعیفی باز شد و مصطفی آمد داخل. بیبی ناگهان سرش را برگرداند. فاصله صورت من و صورت بیبی به قدر یک وجب دست هم نبود. یا قمر بنی هاشم، از چشمهایش داشت خون میریخت روی گونه هایش. یک وحشتی کردم که الهی هیچ بچه مسلمان شیعه اثناعشری نکند. از صحنه وحشتناکی که چشمهایم در چشمهای بیبی میدید، چشمم از کلفتی دیوار خانه بیبی و مادر محبوبه عبور کرد. مهرداد شانه های مادرش را گرفته بود و سیمین داشت لچک مادر را گلوله می کرد و می گذاشت توی دهان مادرش. یک لحظه انگاری همه دنیا در سکوت فرو رفته باشد. صدا از سنگ در می آمد، اما از خانه مادر محبوبه و بیبی مصطفی نه. توی همان حالت هذیانی که بودم خواستم برگردم داخل خانه بیبی مصطفی که صدای بیبی که داشت مصطفی را مورد خطاب قرار میداد بلند شد و وحشت من هزار بار بیشتر. مصطفی جان، شما که در این مأموریت همراه رضا سالتون نبودید، بودید؟ از چشمهای بیبی هنوز خون میچکید. گونه های زردش سرختر از خون شده بود. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. درود بر شما. مجموعه داستان، بخشی از تنوره دیو، استاد عباس معمار، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com دمچری دیدار با قصاب. صدای گوینده رادیوی فارس از داخل رادیو می اومد بیرون و مستقیم می رفت داخل میکروفونی که حاج یعقوب گذاشته بود جلوی رادیو. میکروفون هم وصل بود به سیستم صوتی و سیم‌های نصب شده به سیستم صوتی. کلمات رو به سرعت تش و برق می رسوندن به 4 تا بلندگوی نصب شده در 4 طرف گلدسته مسجد و گروه مقاومت محله ما. صداها از اونجا پخش می شدند و می رفتند تا می رسیدند به گوش امت مسلمان ساکن شیراز. شیرازی که نامش
چند مدتی بود تبدیل شده بود به سومین شهر حرم اهل بیت. صدایی که همکنون میشنوید اعلام وضعیت قرمز است و معنا و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد گرفت. لطفاً هرچه سریعتر محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید و تا اعلام وضعیت سفید از آنجا خارج نشوید. 2 سالی کمتر از جنگ می‌گذشت. یدالله برادر کوچیک آقای حسینی مسئول فرهنگی مسجدمون شهید شده بود. برای همین جلوی در مسجد براش طبق عزاداری زده بودیم و یک ضبط صوت با نوار آقای آهنگران هم گذاشته بودیم وسط طبق و بلبل امام داشت نوحه با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله عزمه رو با صدای بلند چهچهه میزد. راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که امشب برنامه گشت هم داشتیم. خیلی هم روش تأکید شده بود، خیلی. اما من با ساعت کشیک در اون شب مشکل داشتم و لازم بود که امشب خودم ساعت کشیکم رو مشخص کنم. لذا همون در مسجد تا رضا سالتو رو دیدم، همونطور که داشتیم میرفتیم توی مسجد با نهایت احترام به او تأکید کردم. اما همونطور که گاهی طرف مقابل رو به ابزار جیش کردنش هم حساب نمی‌کنه، گفت مجتبی همون توی جلسه حرف میزنیم. وضو گرفتیم و رفتیم داخل شبستان مسجد. نماز جماعت که تمام شد و همه افراد عادی، خواهران و برادران که رفتند و فقط ماندیم هسته مرکزی گروه مقاومت مسجد محله، داشتم اسلحه کلاشینکوف روسی الاصلم رو باز و تمیز و بسته می کردم. داشتم گلوله های جنگی و مشقی رو توی خشاب جا می دادم. دقیقاً 27 تا گلوله جنگی رسام و عادی رو جا داده بودم و داشتم 3 تا تیر مشقی آخر رو در خشاب جا می دادم که نه تنها مسجد ما و محله که به ناگهان همه سومین شهر حرم اهل بیت در خاموشی فرو رفت. اول از همه چراغ قوه رضا سالتو بود که روشن شد. دقیقاً مثل همیشه مرتیکه بیشرف. بعدش موقع باز شدن دهانش بود. دهانش هم وقتی باز می شد دقیق انگاری محل خروج فضولات معده روده کرگدنا باز شده. کلماتش مثل کنیتکس و با فشار بسیار زیاد باد معدش می پاشید روی آبرو و حیثیت ما که تازه داشتیم در حکومت جدید برای خودمان آدم حساب می شدیم و تفنگ به دست ما می دادن. من البته درسته که مثل اون جبهه و جنگ رو ندیده بودم و اگه مثلا اون یک خروس جنگی لاری چابک 5 ساله بود، من یک خلنگ مریض احوال 3 ماهه سرحدی بودم. اما خوب و خدایی در حد و اندازه های خودم یک چیزایی از نور چراغ روی زمین و سوی قوی چشمهای خلبانان عراقی از اوج آسمان ها می دونستم. لذا هم زمان که از جا بلند شدم و به طرف پرده های کشیده نشده دیوار ضلع غربی مسجد حرکت کردم، توی همون مسیر حرکت 3 تا تیر مشقی رو جا دادم. همون توی مسیر سریع اسلحه رو آزمودم که ایرادی نداشته و قابل استفاده باشه و تا بخواد دهان آقا رضا سیل توپ و تشرهاش به سمتم سیلاب بشه، تفنگم رو انداختم روی دوشم و به سرعت برق 2-3 تا پرده پنجره های دیوارهای ضلع شرقی و غربی مسجد رو که هنوز کشیده نشده بود و با توجه به روشن بودن چراغ قوه رضا سالتو ممکن بود خطرناک باشه رو کشیدم و برگشتم توی جمع بچه ها که به صورت دایره‌وار دور آقای حسینی نشسته بودن نشستم. رضا از 2-3 تا ایراد گرفت و جلوی همه کمی خفتشون داد و مقداری هم کنفشون کرد. اما من رو اتفاقا اولش طوری تشویقم کرد که داشت آب از لب و لوچه‌ام راه می افتاد.
بیشرف هیچ چیز ندار فقط برای همین 7-8 ثانیه بلند شدن و دویدن و پرده ها رو کشیدن و دوباره نشستن طوری تعریفم کرد که داشتم بیهوش می شدم. ارواح حسین توی همین جمعیت 10-15 نفری داشتم خودم رو به چشم ستارخان و باقرخان می دیدم. حتی اونقدر کیفور شده بودم که کلاشینکوف روسیم رو با دست چپ از روی دوش سمت راستم برداشتم و گذاشتم توی دست راست. یک پام رو از زیر لنگم در آوردم و تا کردم و با دست راستم شعله پوش تفنگ رو در دستم گرفتم. حالا اگر رویم میشد و کمی هم سینه‌ام رو میدادم جلو و گردنم رو راست‌تر میکردم چی میشد پسر؟ وای خدایا چقدر جای دوربین یاشیکای 125 مهرجات خالی بود. حیف. رضا سالتو توی همون تاریکی کار تقسیم نیروها و ساعت گشتزنی تیمها و پاسبخش رو هم مشخص کرد و بعد دستش رو گذاشت روی کول من و گفت مجتبی و نریمان و مصطفی امشب باید توی تیم من باشن. خیلی لازمشون دارم. همه روزنامه و پیام بچه‌های انجمن حجتیه رو که زیر جانماز حاج آقا در محراب جاسازی شده بود که دیدن. کسی هست که ندیده باشه؟ من اما اون شب برنامه‌های خودم رو داشتم. مرتیکه دیوس اگه در مسجد تأکیدش نکرده بودم چی؟ امشب از اون شبها بود که باید مثل آدم بزرگها تصمیم می گرفتم، نه مثل دراز لیلق مسخره همیشگی. لذا مؤدبانه که نتیجه دلگرمی هایی که به من داده بود دل سردی به وجود نیاورد گفتم برادر رضا سالتو جان، به خدا حال بیبی مصطفی خوب نیست. زود هم دست کردم توی جیبم و نسخه داروهای ذات‌الریه گرفتن بیبی رو نشونش دادم و اضافه کردم تازه حال آقا جان مصطفی هم مساعد نیست به خدا. اگه من کاراشون رو تا قبل از خواب اونها انجام ندم شب بسیار سختی رو پیش رو دارن. بعد هم که دیدم 10-20 تا آدم از پیشنماز و مسئول فرهنگی مسجد و شخص رضا سالتو دارن مثل یک گوسفند ساکت و آرام به عرایض من گوش میکنن و با عنایت به این که رضا سالتو همین 10 دقیقه پیش منو تا حد و مرز ستارخان و باقرخان برده بود بالا کمی ذوق زده شدم و دهانم رو نفهمیده و نسنجیده گشودم و باعث شدم که مادر فلانی آنچه را که نباید بگویم. گفتم اصلا جان بیبی و آقا جان مصطفی که بوای منم محسوب میشه فدای سر امام و انقلاب و اسلام، اما من بیشتر این برام مهمه که 2 تا ناتوان و علیل و خونه داریم که شاید الان توان بلند شدن و خاموش کردن چراغ اتاق رو هم نداشته باشن که این برای همه مردم 3مین حرم اهل بیت خطرناک است. راستش اولش از طرف نفر به نفر حاضرین در شبستان مسجد تشویق شدم، اما بی معرفت هیچ چیز ندار تا دستش رو از روی کولم برداشت، نه گذاشت و نه برداشت رو گفت فقط مجتبی برود خانهشان و چراغ‌ها را خاموش کند و پیرمرد و پیرزن رو بخواباند و سریع برگردد. راستش درست است که نریمان و مجتبی و مصطفی بچه‌های قابل اعتمادی برای گروه مقاومت هستند، اما من از آقا جان مصطفی خوف بسیار دارم. میترسم حتی اگر پایش هم واریس نداشته باشد و میتوانست بلند شود به چراغ‌ها را خاموش کند بلند نشود تا خلبانان عراقی بهتر بتوانند نشانه‌گیری کرده و گرا بگیرند. بعد هم دست نحسش رو از روی کولم برداشت و گفت مجتبی جلدی برو و جلدی بیا. من تفنگ رو که تحویل پاسبخش دادم و حاج احمد آتش توی صورتم رو که دید زبان به دلداریم پوشود. مجتبی رضا سالتو از ته دل این حرفا رو نزده، خیلی این حرفا رو جدی نگیر. خواهشاً یک کلمش به گوش آقا جان مصطفی نرسه. آقا جان مصطفی از اسب افتاده، از اصل که نیفتاده. حالا هم نمیخواهد خیلی عجله کنی.
برو خونه و هر کاری که دارن تا نیمه شب هم که طول بکشه همونجا باش. من نوبت گشتت رو میذارم با خودم. حالا برو و تا 3 شب نشده برگرد که امشب و فردا به خاطر مسافرت فلانی و دار و دستش بسیار خطریه. به سر بریده شده حسین قسم که اون شب اسار دهنم اصلا و ابدا در دست خودم نبود. توی دلم قلقله افتاده بود، مثل قطره آبی که میندازیم داخل تابه روغنی داغ و جوش. همینطور که با عجله میرفتم و هشداری هم به یابوهایی که چراغ ماشین هاشون هنوز روشن بود و با هشدار به خونه هایی که هنوز بلند نشده بودن تا چراغ خونه رو خاموش کنم میدادم، اینقدر حرفش دلم رو تلخ کرده بود که همینطور که با عجله و شتاب بسیار به سمت خونه میرفتم، اول تمام فیلم هایی رو که از حیات وحش و راز بقا توی تلویزیون دیده بودم رو می آوردم جلوی چشمام. از دایناسورهای 60 میلیون سال قبل که حالا زیر خروارها خاک خوابیده بودند و فقط نفت و گازشون به جا مونده بود بگیر و برو تا برسی به زرافه های دشت های ماسایی در آفریقا که داشتن آماده جفتگیری های بهارانه می شدن. مارهای بوهای 30-40 متری جنگل‌های آمازون رو دانه به دانه به صف می‌کردن. گنده ترین حیوان‌ها رو سباب و ابزارهای جیش کردنشون رو حواله پیر و جوان حتی 2-3 ساله خاندان رضا سالتو می‌کردن. بیشتر از اون که به فکر اون 2 پیرمرد و پیرزن باشم که در این هیروبیر و آژیرهای قرمز و زرد و سفید چه حال و روزی دارن، ذهنم میپرید و به دنبال بانویی از خاندان رضا سالتو بود که از این ابزارها نصیبش نشده باشه. فلفور نصیبش میکردم. اینقدر آشوبم تخت بود که نگو و نپرس. کلید رو توی قفل کردم و طبق عادت همه شبها کمی به سمت راست فشار دادم. یک خوشحالی پیچید توی دلم. الهی شکر در خونه قفل نبود و این یعنی بیبی هم اگه به خواب رفته باشه آقا جان مصطفی هنوز بیداره. در رو آروم باز کردم و آرومتر بستم. حیات خونه انگاری همین سیاه چاله هایی که تو فیلم های جنگی فضایی می دیدم بود. حالا در خیابان و کوچه ها یک سوسوی نوری از یک یابوی بیشرفی دیده می شد، اما اینجا از خرابه شام هم سیاه تر شده بود. کورمال به سمت اتاق بیبی رفتم. چشم رو نمیدید. در اتاق بیبی رو باز کردم و رفتم داخل و همون پشت پرده در رو بستم و بعد پرده رو کنار زدم و سلام کردم. پاسخ آروم آقا جون در صدای خر و پف بیبی مثل همیشه که میخوابید بلند بود گم شد. آقا جون مصطفی بیبی رو خوابونده و پتو رو تا روی گردنش کشیده بود بالا و چراغ علایالدین رو گذاشته بود این طرف اتاق و چراغ مطالعه رو گذاشته بود کنار دستش و 2 زانو نشسته بود و همونطور که سرش میون 2 کنده زانوهاش بود داشت شاهنامه چاپ روسیش رو میخوند. تمام پرده های اتاق 5 دری کشیده شده بود و هیچ نوری به بیرون درز نمی کرد. یک صدا هم توی اتاق پیچیده بود که نمیدونستم از کجاست. انگاری یکی داشت در گوشی حرف میزد. لباسام رو در آوردم و رفتم کنار چراغ علایالدین و نشستم کنار آقا جان مصطفی. امشب دیگه من آدم مسجد و اون مأموریت مرموز نبودم. تا نشستم کنار آقا جان متوجه آن صدای ویز و ویز شدم. آقا جان مصطفی همونطور که 2 زانو نشسته بود و داشت شاهنامه میخوند، رادیو 2 موج ترانزیستوریش هم روشن بود. یک آقای از همین گزارشگران جنگ داشت با چندین نفر از رزمنده های فتح خرمشهر مصاحبه میکرد. سر آقا جان مصطفی روی شاهنامه بود و قطرات اشکهایش از چشمهایش که میزد بیرون با سرعت بسیار میرفت ما بین شاخه های مژه ها و بعد که کمی مژه ها تکان میخوردن قطره ها شر میکرد روی گونه هایش.
چون سرش خیلی پایین رفته بود و احتمالاً نمیخواست من اشکهاشو ببینم، قطره‌ها دیگه آویزون و نوک دماغش میشد و میافتاد روی برگ‌های کتاب شاهنامه. من با اون که خیلی دلم میخواست توی این مأموریت کنار بچه‌های مسجد باشم، اما تلخی دلم نمیگذاشت. برای همین هم تا وارد اتاق شدم لباسام رو درآورده بودم. اما آقا جان مصطفی خودش نظامی بود. میگفت ارتش ما قوی ترین ارتش در منطقه بوده. آقا جان مصطفی تا فهمید که به گروه مقاومت محله آماده باش دادن، اجازه خوابیدن رو نداد و گفت سریع برو همون توی مسجد بخواب تا دم دستشون باشی. یه شب که 1000 شب نمیشه پسرم. رغبت ایجاد کرد رو نمیدونم، اما من هم سریع و سیر دوباره شال و کلاه کردم و رفتم. حالا دیگه خیلی دلم می‌خواست توی این مأموریت حضور داشته باشم. حتی اگه رضا سالتو امشب به جای توهین به آقا جان مصطفی فحش خواهر و مادر خودم هم میداد، دلم نمی اومد از این مأموریت دل بکنم. حالا ته دلم کمی تلخی داشت. اون هم نه به خاطر توهینی که به آقا جان مصطفی شده بود. این بار دلم برای مسجد خیلی میسوخت. بیبی مصطفی همیشه توی گوشمون زمزمه کرده بود که مسجد خونه خداست، اما رضا سالتو یک ابلیس به تمام معنا بود. یک شیطان در خانه خدا چه میکرد؟ زیپ دندون پلاستیکی که سر چهارراه زند خرید و داده بودم بدوزن روی پوتینم رو کشیدم بالا و دسته کوچک اونو دادم به سمت پایین. میخواستم در سخت ترین شرایط تعقیب و گریزهای مرگباری که ممکن بود سر راهمون سبز شه، زیپ پایین نیامد و مونده راه و شرمنده روی این کس و اون کسم نکنه. نصب همین زیپ ساده 170 ریالی کار 2 دقیقه بستن بند پوتین ها رو در کمتر از 2-3 ثانیه انجام میداد. با کشبند تنبونی که از قبل انداخته بودم توی ساق پاهام، گتر شلوار بسیجیم رو طوری با لبه پوتین ست کردم که از کشکک زانو تا نوک پوتین یک ارتشی دوران طاغوت هم بهتر و شیکتر می شد. در کوچه رو باز و پس از خروج آروم بسته و کلید رو داخل قفل فرو و 2-3 تا پرش رو هم تا آخر دادم. جای تعارف ندارد کاکا جان، اما این روزها با اون که 2-3 سالی از انقلاب اسلامی برای ایجاد حکومت عدالت گستر شیعیان در کره ارض می‌گذشت، اما خدا وکیلی قار و قور شکم گرسنه خیلی ها رو مجبور به بالا رفتن از در و دیوارهای حک و همسایه و گاهن فک و فامیل ها هم کرده بود. تا به سر کوچه برسم و سوز و سرمای کولی کش توی خیابون نصیبم بشه، تمام دکمه های زیپ های اوورکوت اسرائیلی اصلم رو بسته و سفت و تنگ کشیدم. دلم لک زده بود برای مأموریت فردا. خدایا این چند ساعت رو چند ثانیه کرده و چند ثانیه هم به سرعت برق و طوفان نوح بگذرون. ابوالفضل عباسی که بودن در تیم حفاظت چیز کمی نبود پسر مگه کشکیه که کسی رو به عنوان نفرات اصلی هسته مرکزی انتخاب کنن؟ پسر به خدا یک تیم حفاظتی که رضا سالتو تشکیل بده رو اگه میخوای با زبان بگویی 100 تا تیم حفاظت باید از دهانت مثل تیر و ترکش بخوره توی گوش عوام الناس تا کر شده و تهمت بی‌عرضگی و دست و پا چلفتی بودن رو به آدم نزنن. وای پسر، اگه دیشب وقت کرده و خبر رو به گوش مسلم شاشو رسونده بودم، والله پسرک بی ارزه بی لیاقت تا همین صبح فردا دغمرگ می شد. این نسناس خدازده چقدر خواهر و مادرشون شوکت و شخصیت خودش و ایل و تبارش رو گاید و تملق این و آن کس و ناکس رو گفت، اما همون تابلو فلزی ایست بازرسی رو هم با خفت و خاری ازش پس گرفتن. خاک بر سرش پسرک تنلش داشت آبروی خانوادگی ما رو هم می برد.
طاغوتی بودن جدن در جد جدمان کم بود، حالا بی ارزگی پسرخونده هامون هم به اون اضافه می شد. خدایی رضا سالتو در انتخاب بین من و مسلم با انتخاب من خیلی شانس آورد. انصافاً این تن تو سگ به درد مبارزه با این همه لشکر جور و باجور معاند و برانداز میخورد؟ البته من بعد از جریان 2-3 شب پیش و در حین گشت زنی تیم ما در محله تنوره دیو فهمیدم که پرونده مسلم الاغ به همین زودی بسته خواهد شد. 2-3 شب پیش رضا سالتو راننده و مهرزاد بغل دستش در صندلی جلوی پاترول گشت جندالله و خواهران معصومه و شوکت هم در صندلی عقب ماشین نشسته و همه 8 چشماشون از دور مواظب تیم گشت ما بودن. ناگهان از سر سراحی کوچه بنبست پاکنیت ماشین پیکان جوانان جیگری رنگ فرزاد نونستالا پیچید به سمت کوچه شهید سهرابی. با اون که فاصله ماشین تا محل استقرار تیم گشت ما بیشتر از 200-300 متر بود، اما صدای خواننده محترم که با نزدیک شدن ماشین هی داشت بلندتر می شد تمام طول و عرض کوچه و گوشهای آبرین و کسبه محل رو تسخیر خودش کرده بود. میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگه. آخ میدونم از سبززار تا... من کلاشینکوف در دست و در سایه دیوار خانه رجب شیرکش پناه گرفته تا کسی به تعداد واقعی اعضای تیم ما پی نبرد. همه اینها درس‌های رضا سالتوی بیچاره بود. درس‌هایی که بابت اون بیش از تعداد نخ‌های نازک موی سر و ریش و سیبیل‌هاش از ما فوش‌های کلفتر از مچای دست خواهر و مادرش برای اونها تراشیده و به مهارت تمام و کمال در محل مناسبش جا داده بودیم. البته من فرزاد نونستالا رو از همه بهتر میشناختم. همسایه دیوار به دیوار خونه آقا جون مصطفی پدرخونده من بود. چه کسی اون رو با نام نونستالا صدا میزد؟ البته که فقط بیشرف‌هایی که میخواستن بلای بد سرش بیارن. بیچاره در بین همه افراد محله به فرزاد ابنه‌ای معروف بود. گردن خود قرمساقشون، اما چو افتاده بود که این بچه این و اون رو میبره و خودش رو روی همون صندلی عقب ماشین دمرو میخوابونده و طرف رو مثل پتو میکشه روی خودش و میفته به های و هوی کردنهای دخترونه و پسرونه قاطی با هم. من مطمئن بودم نهایتاً که این آدم چیز بد یا مشکوکی اگر در ماشین داشته باشه 1-2 کاست ترانه و یا 1 قوطی وازلین در داشت بود. اما امشب هدف اصلی ما کشف سلاح سرد و گرم و در مرحله دوم پاتک زدن به کسانی که هوس حمل و نقل عرق و شراب و تریاک و وافور و دستگاه‌های کوچک و بزرگ متوسط نمایش فیلم‌های مبتذل کرده بودند بود. فرزاد بچه مزلف تا نور چراغ ماشین پیکان جوانان 2 کاربراتورش رو افتاد روی تابلو و بعد روی ماشین گشت جندالله هول شد. دستش به جای اون که دکمه تنظیم صدا رو به سمت راست بچرخونه به سمت چپ پیچون و صدا تا عرش خدا رفت بالا. لذا سریع تمام نصایح بیبی مصطفی در خصوص رفتار و کردار این پسر جلوی چشمهام رژه رفت. این که بیبی مصطفی در مورد فرزاد گفته بود این بیچاره یک نوع مریضی داره که علم و عقل آدمیان هنوز براش دوادرمونی پیدا نکرده. شاید جادو جنبل براش خوب باشه، شاید هم خرابترش کنه. ننو و باباش باید عاقل باشن و آبروداری کنن و نذارن از خونه بیاد بیرون. به خدا بیبی مصطفی راست میگفت. اینها پسرک رو در خانه حبس که نمی کردن
به جای خود تازه 600-700 هزار ریال پول بیزبون رو داده و یک ماشین خوشگلتر از عروسک هم خریده و انداخته بودن زیر دستش. لذا سریعتر از تجسم واگویه های بی مصطفی تسمه تفنگ رو انداختم گردنم و به حالت کماندوهای آموزش دیده چند متری هم رفتم به استقبال ماشین و از همون شیشه در جلو سمت راست شاگرد خودم رو پرت کردم داخل و سریع دکمه تنظیم صدا رو به سمت چپ چرخوندم و قبل از اینکه خواننده محترم کلمه شالی رو بر زار بیفزاید صدا رو خفه کردم. مسلم تابلو در دست و با خنده‌ای بلند کرکر می‌کرد و به ماشین نزدیک می‌شد. مهرزاد که ماجرا رو دیده و سریعتر از همه اقدام کرده بود به مسلم و من و ماشین فرزاد رسید. اول تابلو رو از دست مسلم گرفت و محکم کوبید توی سر و صورت فرزاد که تازه از ماشین پیاده شده بود. فرزاد که مثل مرغ کرک خوابیده روی زمین، مهرزاد دوباره برگشت به سمت مسلم و خواهر و مادرش رو استغفرالله. مسلم نمیدونستم اینقدر بی ارزه‌ای، والله باورم نمیشه که تو زیر دست و پل ما بزرگ شده باشی. بلا نسبت شهدای عزیز مملکت مثلا تو پاسدار حرمت خون شهدای انقلاب و جنگ هستی. حتما گذاشته ای تا این بچه 4 خانمم جمع کنه دور هم و بساط رقاصی هم را بندازه. پسره تن لش ارزه در دست گرفتن همین تابلو ایست بازرسی رو هم نداری. بعد توی مسجد جلوی آقای حسینی زر میزنی که چرا تفنگ دستت نمیدن؟ خب پسرک احمق، این تابلو جای تفنگ. اگه ارزه داشتی چرا مثل من محکم نزدی توی سرش تا یک محله از وجود نحسش پاک بشه، اونم کلاشینکوف روسی. خدایی من کجا و مسلم کجا؟ رضا سالتو اگه سر پوزی به من میزد روی طاغوتی بودن پدرخونده 1-2 از کس و کارم بود. عمرن اگه از شخص خودم یک ایراد کوچیک گرفته باشه. همین متلکی که دیشب به آقا جان مصطفی گفت، این اصلا منظورش من نبودم، منظورش آقا جان مصطفی بوده و آقا جان هم حکماً در یک جای ارتش طاغوت کار میکرده که از نظر حکومت جدید خیانت بوده. تازه رضا سالتو خیلی به او ارفاق کرده که تا حالا هنوز زنده است. دیگه تمامی تلخی که از رضا سالتوی مادر کافابنونی داشتم بعد از دلداری آقا جان مصطفی به ملکوت اعلی پیوسته بود. رضا سالتو رو گرچه گاهی نمیشد با 1001 من عسل یک لق و لیس ساده و مسخره ازش گرفت، اما خدایی بدون تایید همین آدم گوبازها نگهبانی در چادرشون رو که با یک تکه استخون به سگشون میدن هرگز و هرگز به من ریغو میدادن. تازه آقا جون مصطفی که پاگونهای روی سینه و دوشهای باباش رو هم رضاشاه کبیر و مدالها رو پاگونهای روی دوشش و سینه خودش و کاکاش رو محمد رضاشاه با دست خودش چسبونده بود رو به سگ قربتی ها ترجیح نمی دادن. اما منو که هنوز به سن قانونی نرسیدم کلاشینکوف میدم. خدایی به این میگن حکومت، نه به اون طاغوتی که تفنگ دست مشتی ارتشی اجنبی داده بود. همینطور که گوشه خیابان رو شلنگ دراز تیو به مسجد گروه مقاومت محله می رفتم، زیر لب هم شعرهای احساسی و حماسی این روزها رو زمزمه تا تلخی دلچرکینی سرپوزی این مرتیکه از یادم برود و بهترین کارایی رو برای تیم حفاظت گروه مقاومت محله داشته باشم. داس تو تیز و پتک من محکم، نیرو بگیریم از بازوی هم. باید درو کرد، باید که کوبید، باید دوباره از ریشه رویید. ساعت 2:30 شب بود که روبروی حاج یعقوب با ایستادم. سرم رو هم پایین گرفته بودم تا حاج یعقوب حساب کند هنوز از متلک رضا سالتو دلنگرانم.
حاجی یعقوب گفت برو بگیر استراحت کن تا 10 دقیقه به 4 بیدارت میکنم. من هم رفتم 2 تا پتو و 1 بالش برداشتم و گوشه شبستان تخت گرفتم خوابیدم. با صدای اذان که بیدار شدم متوجه شدم که حاجی یعقوب بیدارم نکرده و خودش شیفت نگهبانی مرا انجام داده. پایان این قسمت. درود بر شما. مجموعه داستان بخشی از تنوره دیو استاد عباس معمار. گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com دمچر دمچری، نقل کوچه شاشوها. راستش رو بخواید همین شیراز خودمون که بعدها به 3مین شهر حرم اهل بیت مشهور شد، از روز اول فقط 1 کوچه شاشوها داشت. اما الهی شکر با پیشرفت روزافزون حکومت جدید دیگه 4-5-6 تا از این کوچه ها بیشتر داشتیم. نریمان که انصافاً لقب سرداری در کوچه شاشوهای محله رو داشت و در هر شبانه روز بیشتر از 10 بار دکمه های شلوار لی رو با خفت و یا زیپ شلوار زیکوی خودش رو به سهولت بسیار باز و سرپایی روی سکنج دیوار خونه رحمان ریغو شاشیده بود، قرمساق الدنگ گاهی که کوچه خلوت بود و میشد حدس بزنی که برای دقایقی کسی مزاحمش نخواهد شد، اینقدر عقب و جلو میکرد تا فاصلش با دیوار خونه به 1-2 متر برسه. بعد 2 تا کف دستش رو مثل زمانی که من با کنده زانو میزدم توی تخمش و او 2 تا کف دستش رو گلوله میکرد دور دهانش و فوت قایمی میکرد داخل دستش که مثلا درد تخمش کمتر شه، دستاش رو لوله میکرد جلوی دهانش و تمام زورش رو تا حدی میزد که لبهاش پف میکرد و صورتش سرخ میشد. و همه تلاشش برای این بود که شاشش تا روی دیوار رحمان ریغو و یا آسه یحیی برسه. دیوس میگفت همین کم و زیاد کردن فاصله محل خروج ادرار تا محل ریزش شاش یک کیف قشنگی میداد که آدم حظ میکرد از شاشیدن خودش. یا مثلا همین حرومزاده مهرزاد دیگه ابداً توی خلای خونشون نمیشاشید تا توی مسجد بود که الهی شکر بیت الخلای مسجد جامع با اون شیرهای مخلوط و شیرشلنگی هایی که به تازگی ها حاج آقا حسینی دستور نصب و لوله کشی آب سرد و گرمش رو داده بود، دیگه آرش میشد در جای دیگری مثلا در کوچه جنب سینما مترو زیپ شلوارش رو باز کنه. یعنی لذت شستن محل خروج فضولات با آب گرم گاهی کار 2 دقیقه را هم به نیم ساعت هم تغییر میداد. از بچه‌های گروه مقاومت محله هم اگه بخوام از شاشوهاش مثال بزنم، مسلم اولین سرشاخه کلکتور اصلی کوچه شاشوها بود. اون شب سرد بهمن ماه در زمستون سال 61 من و مسلم نگهبان سنگر روی خرپشته مسجد بودیم. برای اینکه ذهن شما خواننده محترم داستان به بیراه و کجندیشی نرود، این رو لازم است بدانید که سنگر خرپشته مسجد گروه مقاومت محله ما یک سنگر ذهنی جسمانی بود. مسلم یک سنگر قشنگی برای خودش در ذهن ساخته و پرداخته بود که وقتی خرکیف می شد و آب از کپ و چیلش به راه می افتاد و خاطراتش رو برام تعریف می کرد، انگاری توی سینمای دمکلی نشسته و داری فیلم سوپر نگاه می کنی. مسلم نیم ساعتی گوشه سنگر رو به کوچه ایستاده بود و از اینکه به جبهه اعزامش نکرده بودند و عمده مقصر رو آقای حسینی میدونست، از آقای حسینی دلگیر بود و نیم ساعتی بیشتر بود که داشت ور میزد. او ور میزد و من به دنبال فرصتی بودم که ساکتش کنم.
الهی شکر تا وارد مرز غیبت کردن از مسئول فرهنگی مسجدمان شد، من هم فیلپور زدم سر پوزش تا خفه خون گرفت. حالا از 2 ساعت آزگار کمتر از 1 ساعت و نیم بود که خاموش مونده و همونطور که دست چپش توی جیب اوورکوت اسرائیلی اصلش بود، با دست راست هم لوله تفنگ کلاشینکوف روسی اصلش رو در دست گرفته و 4 چشمی کوچه رو میپایید تا حرکت یک مورچه هم در این نیمه شب از چشمهاش دور نمونه. دیگه 2 ساعت کشیک ما تموم بود و الان حاجی یعقوب که امشب پاسبخش بود با 2 تا بسیجی دیگر می آمد و جای ما 2 تا رو با 2 تای دیگه که آورده بود عوض می کرد که ناگهان مسلم برگشت به طرف من. رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود. دست چپش رو هم گرفته بود روی دست راستش و بخار دهان رو فوت میکرد روی دستش و میگفت که لوله اسلحه چسبیده به کف دستم. قبلا مصطفی توضیحاتی در این مورد داده بود. مجتبی در قائله کردستان شرکت کرده بود. میگفت گرگ‌های بالان هم در آنجا کم میارن. برام تعریف کرده بود که سنگر نگهبانی ما در منطقه از کردستان بود که برودت هوا تا 30 درجه زیر صفر هم میره. میگفت هوا انقدر سرد میشه که تا دستت به لوله تفنگ میخوره به اون میچسبه. مجتبی تعریف کرده بود که اگر به آب گرم دسترسی نداشتیم میتونیم از ادرار خودمون استفاده کنیم. من هم تا دیدم دستش چسبیده به لوله تفنگ، دستم رفت به طرف دکمه‌های جلوی شلوار بسیجی. شاشم هم می اومد و چه جایی بهتر از روی دست رفیق و همرزمم. حتی توی ذهنم تجسم کردم که بعد از اینکه روی دست مسلم شاشیدم و دست اون به راحتی و بدون کنده شدن پوستش از لوله اسلحه جدا شده، او دارد گر از من تشکر می کند و از حرارت شاش من به نیکی مطبوعی بسیار یاد می کند. اما زهی بر خیال باطل و مفلوک و مستر. قرمساق نه اجازه شاشیدن روی دستش رو به من داد و نه اجازه داد من دکمه‌های جلوی شلوار بسیجیش رو باز کنم تا خودش روی دستش بشاشد. مرتیکه دیوس انقدر هنومن کرد که قسمتی از پوست دستش به لوله تفنگ چسبید و دستش آزاد شد. بگذاریم. اگر بخواهم تاریخ کوچه شاشوهای ایران رو دقیق و به انصاف کامل ملاحظه کنیم، برگزیده ترین کوچه شاشوهای ایران بنبست پاکنیت بود. فرعی اول سمت راست در کوچه شهید سهرابی. مصطفی قسم میخوره که تا 2 تا نون سنگک 2 بر کنجد از شاطر یوسف گرفته و همینطورم که داشتم ذره ذره قسمت‌های برشتش رو ازش میکندم و میخوردم و بوی گل و سوسن و یاسمن آید میخوندم و رفتم تا رسیدم به میدانک محله تنوره و سریع پیچیدم توی کوچه شهید سهرابی. 4-5 نفر کنار مغازه نصرت شیرکش که نبش کوچه شهید سهرابی بود دور حلب 20 کیلویی آتیش ایستاده و گرم صحبت‌های سیاسی بودند. نریمان به سرعت ازشون دور شد و داخل کوچه شد. 2 تا جوان سر بنبست پاکنیت ایستاده بودن و چند تا روزنامه توی دستشون بود و گرم تعریف بودن که ناگهان یک ماشین سواری از میدانک محله پیچید توی کوچه شهید سهرابی. نریمان هم وارد کوچه شده و ماشین از جلوی نریمان رد شد و رفت تا رسید سر کوچه بنبست پاکنیت و در 10 قدمی 2 تا نوجوانی که زیر تیغ چراغ برق ایستاده و گرم صحبت بودند ترمز کرد و ایستاد. در جلو به ناگهان باز شد و یک آخوند با شتاب اومد بیرون و حرکت کرد به طرف 2 تا نوجوان. نریمان میگفت 5-6 متر هم با ملا فاصله نداشتم و چون عکس و تصویرش رو در تلویزیون بسیار دیده بودم اون رو شناختم و از ترس چسبیدم به دیوار و رفتم زیر طاق نصرت منزل آسی یحیی که نور
تیر چراغ برق به اون نمیتابید و تاریک بود و میشد آخوند 6 لولبند رو پایید. آخوند به بچه ها نزدیک شد و اولش یک صحبت هایی کرد که نریمان در شلوغی بحث سیاسی جلوی مغازه نصرت شیرکش اونها رو نشنید. اما به ناگهان دید که آخوند دست کرد زیر عبایش و یک کلتی کشید بیرون و گذاشت روی فرق سر یکی از بچه ها. ترس در همه زوایای اندام نریمان افتاده بود که به ناگهان صدای تیر بلند شد و مغز پسرک متلاشی شد و جسدش مثل یک لاله از کمر دوتا شد و افتاد روی زمین. نریمان اولش فکر کرد که دارد توی خودش میشاشد، اما واقعا داشت توی خودش میشاشید. انقدر شاشید که شاشش از توی پاچه های شلوارش به پایین سرازیر شد. اولش کفش اون رو پر کرد لبالب و لبریز. کفشش که پر شد شاشهای اضافه سرریز شد روی کف آسفالت کوچه. آسفالت کوچه هم متاسفانه شیبش به سمت ملای 6 لولبند بود و شاش نریمان رفت تا زیر نعلین پای ملای 7 تیرکش. ملا یک نگاهی کرد به پسرک دوم و انگاری نهایت ترس رو در عمق چشمان پسرک دیده باشه دیگه به اون شلیک نکرد و مسیر شاش نریمان را هم کاوش نکرد. رفقای ملا با دیدن صحنه شلیک گلوله از ماشین پیاده و دور آخوند و جسد نوجوان جمع شده بودند. ملا همانطور که رفقایش را به طرف ماشین هدایت می‌کرد که سوار شوند و بروند، رو کرد به رفقایش و بلند بلند که نریمان هم بشنود گفت: با این حرومزاده ها باید همیشه همین گونه برخورد کنیم. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچر دمچری وضوی خون. بیبی مصطفی یک قرآنی داشت که به دست قطع شده ابوالفضل عباس با تمام قرآن‌هایی که در حکومت تازه تأسیس اسلامی داشت و تعبیر و تحصیل و تفسیر میشد فرق داشت. اون هم یک فرق اساسی. به قول نریمان الاغ انگاری بیبی مصطفی کمین کرده بوده پشت یک تکه سنگی در کوه نور و در نزدیکی‌های غار حرا. آنقدر توی اون سوز و سرمای نیمه شبها که محمد مصطفی توی غار حرا با خدایش گرم می گرفته کمین کرده بوده که ختم المرسلین را شبیخون بزند که نگو و نپرس. ظاهراً آن شب موعود تا دیده این نوری که امشب توی پیشانی این بچه یتیم دیده می شود همان نور نبوت معروف است. سری دشنه را از کنار قدش کشیده و فلفور و تا پیامبر خدا به خودش بیاید تا دسته دشنه را فرو کرده در سینه پسر عبدالله و به سرعت تش و برق یک قرآن ازش در آورده و برای خودش گذاشته کناری. اینقدر این قرآن بیبی مصطفی با قرآن جدید ملاها فرق داشت که حد و اندازه نداشت. سر بریده پسر رسول خدا خصم جوونیم اگه دروغ بگم. قرآن بیبی مصطفی یک قد و بالای خاص و قشنگی داشت که ذهن ما بچه ادبارهای شیعه اثناعشری با آنکه حتی نائب بر حق ما امام زمان هم داشت آرام آرام بر ما حکومت میکرد، با این همه قد ذهنمان تا روی زانوهای قرآن بیبی هم نمیرسید. یک شب که بحث نریمان و بیبی مصطفی به جدل کشید، بیبی نه گذاشت و نه برداشت، رفت قرآنش رو از توی تاقچه برداشت. اول یک بوسی بهش کرد و بعد با دست راست بلندش کرد و گفت: نریمان الاغ، این کتاب عالمه سوره داره. اول همه سوره هاش هم با نام خدای رحمان و رحیم آغاز میشه، اما سوره توبهش بسم الله نداره. زبونم لال خدا، پیامبر خدا که سهوا نیامده خطا کنه.
حکماً اونقدر عقلش میرسیده که مردم بفهمن در توبه همیشه بازه و به امت مسلمان بفهمونن که پسر عبدالله خداییش حتی لنگ خوندن بسم الله الرحمن الرحیمتان رو هم نکردن. بشتابید که اینجا درش همیشه باز است. بیبی به اینجا که میرسید دیگه به نفس و نفس میافتاد. دوباره قرآن رو بوس میکرد و میگذاشت روی تاقچه و تا میشست این آخرین کلماتش بود. پس وضوی خون این ملاها برای چیه؟ خب بگو نریمان الاغ بگو برای چیه؟ تا کلمه های وضوی خون از دهان بیبی در اومد دوباره هوش من پرید به اون روز نحس. یکی از همین صبح‌های اسفند ماه سیاه و نحس بود. آن روز از اذان صبح که شروع شد معلوم بود یک روز سگی خواهد بود. آقا جان مصطفی یخهای حوض را که کلفتیش از 2 بند انگشت هم کلفتر بود شکست. با آب یخ حوض وضو گرفت و با اون که داشت وقت نماز تموم می شد نرفت که نماز بخونه. عباش رو انداخت روی دوشهاش و مسیر شاه چراغ رو در پیش گرفت. تا دیروز بیش از 10-15 نفر از همقطاران او رو دستگیر کرده بودند. ساعت 9 صبح نشده بود که تقه خودش هم در اومد. حتی آقا جان مصطفی که حکم تمرد از تیراندازی به سمت مردم رو هم توی پروندش داشت جزو دستگیر شدگان بود. استوار حیدری که تا همین دیروز وقتی پا به یک مجلس میگذاشت همه اونقدر در برابرش کمر خم میکردن که کلاه از سرشان میافتاد، حالا کارش کشیده شده بود به التماس و التجاه از مهرزاد پسر خواهر رضا سالتو. البته شب وقتی من بعد از اون فتح الفتوحی که کرده بودم از عمو پرسش کردم چرا اینقدر در مقابل این حرومزاده کوتاه اومدی؟ چرا دست نکردی کنار فانوسکوپ و کلتت رو بکشی و یک تیر خالی کنی وسط پیشونیش؟ یک حرفی به هم زد که خجالت میکشم الانم اینجا بگم. نه که خجالت بکشم، نه. مملکت داشت میافتاد دست اجنبی ها، اما این رو نمیشد توی کله این و اون کرد. میگفت اگه بتونیم مهرزاد رو همراه خودمون بکنیم میتونیم جلوی خیلی از فجایع بعدی رو بگیریم. اما مادر قحبه رضا سالتو فهمیده بود چطور از مهرزاد پسر خواهرش استفاده کنه. مهرزاد گرچه در زیبایی و خوشبر و رویی چیزی از گوگوش و همیرا کمتر نداشت و نبود دختری در محله که به اندازه اون روی رخساره لطیف و زنانه داشته باشه، اما متاسفانه دیگ خفت و خاری بود. حتی 10 چوب بیشتر افتاده بود که تا همین 1-2 سال پیش که بچه خوشگل محله بوده خیلی ها می بردند و کار بد سرش می آوردند. من خودم زمانی که روی تنه دوچرخه هامبر 28 شعبون پسر کوچک رحمون رو دیدمش حاضرم قسم بخورم که شعبون پاهاش رو بیشتر از اون که به پدال دوچرخه فشار بیاره داشت با زانوی پاهاش در فلان جای این بیچاره سایش ایجاد میکرد. رضا سالتو زودتر از همه جوانان محله مهرزاد رو مسلح کرد. از گرفتن شهربانی تا امروز دم غروبی 2 هفته هم نمیشد. اما مهرزاد سرپرستی خیلی از کارها رو بر عهده گرفته بود. رضا سالتو حتی پر کردن خشاب‌های تفنگ ژسه خودش رو هم سپرده بود به مهرزاد. مهرزاد حالا دیگه برای خودش برو و بیایی داشت که خدا نداشت. من دم غروبی جلوی در مسجد دیدمش. حرومزاده یک 70-80 تای تیر تفنگ ژسه گذاشته بود توی جیب سمت راست اوورکوت آمریکاییش. چند تا خشاب 20 تایی تفنگ ژسه هم توی جیب سمت چپ اوورکوتش گذاشته بود. یک خشابم گرفته بود توی دست چپش و هی دست میکرد توی جیب سمت راست اوورکوتش و چند تا تیر در می آورد و یکی یکی با دقت بسیار میذاشت توی خشاب. بعد یک فشار کمی با انگشت شستش میداد به گلوله و گلوله با یک صدای ظریف و خوشمزه‌ای در خشاب جا میگرفت.
تا صدای جا گرفتن گلوله رو میشنید یک نگاه میکرد به آقا جان مصطفی و میگفت صداشو شنیدی استوار بیشرف؟ این یکی دیگه برای تو بود، برای تو دیوس بیغیرت ارتش شاهنشاهی. من میدونستم اون بالا بلندای حکومتی خبرایی است بسیار تلخ و ناگوار و خونین، اما از یک پسر بچه ریغینکی که فقط مثل علفهای هرز کمی قد کشیده بود خدایی مگر چه کاری برمی آمد؟ از استوار حیدر که پاگونای روی شونه خودش رو میگفتن محمد رضا و مدالها و پاگونای روی سینه دوش پدرش رو رضا شاه کبیر نصب کرده بود کاری بر نمی آمد. اون وقت از من که ساختن کوکتل مولوتوف رو هم هنوز به طور کامل بلد نبودم مثلا کاری بر می آمد؟ نه به خدا. استوار حیدر مهرزاد رو کشیده بود کنار کوچه سهرابی. هی 10 قدم به 10 قدم می ایستادند و چند کلمه حرف می زدند و دوباره 10 قدم دیگه و دوباره می ایستادند و 10 کلمه خواهش و تمنای استوار حیدر از مهرزاد. استوار حیدر به مهرزاد می گفت نمیخواهم کسی ما را با هم ببیند. هم برای من بد می شود هم برای شما. خوشایند نیست که کسی شما را با من ببیند. خلاصه دستش گرفت و با هر خفتی که بود بردش تا ته کوچه شهید سهرابی. در خونه آقا جان را باز کرد و با تعارف کردش داخل خونه. رفتند روی لبه حوض نشستند. من هم سرم را انداختم پایین و رفتم نزدیکشان و با رعایت ادب گفتم عمو حیدر یک چای دم کنم برای شما و آقا مهرزاد بیاورم؟ البته بهانم بود که در خانه بمانم و سرانجام کار را بدانم، اما به شکلی کاملا برعکس که انتظارش را نداشتم عمو گفت نه عمو جان، برو بیرون و در خونه رو ببند و خودت رو تو کوچه به بازی کردن مشغول کن و هر کسی که غریبه بود و پرسشی از ما کرد بگو همه رفتن طرف مسجد و هیچ زن و مردی توی این خونه نیست. ارواح امام حسین خبر ندارم. خودم صبح موقع چاشت بیبی مصطفی و نرگس رو بردم درشک خونه. سوار مینیبوسشون کردم و رفتن طرف ارسنجان. همون صبح قبل از دستگیری آقا جان مصطفی. آقا جان دستورشون داده که تا آروم شدن اوضاع بیبی و نرگس دم دستمون نباشه. احتمال میدم کارمون به جنگ و گریز هم بکشه. اینها نباشن بهتره. آقا جان مصطفی هم که توی همین 10-20 نفر دستگیر شده و دیگه کاری ازش بر نمیاد. خونشون رو هم استوار حیدر قفل کرده و رفته. من آخرین بار همین 2 ساعت پیش بود که استوار حیدر رو دیدم. در مسجد با پسر خواهرتون بود آقا رضا سالتو. داشتم میرفتن جایی. به ارواح حسین خبر ندارم که به کجا میرفتن. من هم امشب باید برم منزل عمه اسمت. جایی که دیگه ندارم آقا رضا. توی کوچه‌ام که نمیشه خوابید. میشه؟ داشتم از کارهایم کیف میکردم. اینقدر از اینکه بعد از تاکید استوار حیدر به بستن در کوچه خوشحال بودم که نگو و نپرس. قبل از اون که قفل بزرگ رو بزنم روی کلون در حیاط با استوار حیدر گفتم اما با اجازه من کلون در رو از بیرون میزنم. قفل بزرگ رو هم میزنم روی کلون، کلیدش رو 10 تا پر میدم که با هیچ کلید دیگه ای هم باز نشه. کلید رو هم قایم میکنم یه جایی توی کوچه که توی جیبم نباشه که اگه جیبم رو هم گشتن چیزی براش باز نکنه. همینجا هم پشت در کوچه میشینم تا هر کسی اومد خیال کنه که کسی منزل نیست و من هم منتظرم تا کسی کلید رو بیاره و در رو باز کنه. استوار حیدر هم یک نگاه حق شناسانه به من کرد و گفت آفرین عمو جان، برو و تنهامون بذار. منم تا دیدم که رضا سالتو و 5-6 نفر از همرزمانش با تفنگ‌های ژ3 بردوش اومدن داخل کوچه سهرابی، اولین چیزی را که کردم توی مغزم این بود که شده باشه قسم دروغ 72 تا کشته دشت کربلا رو برای اینا بخورم میخورم، اما نمیذارم بفهمن که استوار حیدر و مهرزاد الان در خانه آقا جان مصطفی.
الهی شکر فقط همون قسم ارواح حسین رو که خوردم مقداری هم چاپلوسی و نفهمی زبون بازی رو هم به هم چسبوندم و تحویلش دادم تا رضا سالتو فریب خورد و رفت پی کارش. هنوز 10 دقیقه از رفتن رضا سالتو و دار و دستش نگذشته بود که صدای استوار حیدر که داشت از لای فاصله‌ای که توی چوب‌های در کوچه بود نگاه می‌کرد و آروم آروم مجتبی میگفت به هوشم آورد. سریع دویدم و کلید رو از توی سوراخ بین آجرهای دیوار خونه رجب پنبه‌زن در آوردم و بدو دویدم و کلید رو کردم توی سوراخ قفل و کلون رو هم باز کردم. صورت استوار حیدر یک سایه غم بسیار بزرگی داشت، اما صورت حرومزاده بیشرف مهرزاد یک لبخند ملیحی داشت که نگو و نپرس. من هم لبخندم کمی شیرین بود، اما قسمهای دروغی که به ارواح امام حسین خورده بودم داشت وجدانم رو نیشگون میگیره. یک نیشگون تقریباً خوشایند. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچری وصف آقای حسینی. مسئول فرهنگی مسجد محله تنوره دیو ما، حاج آقا حسینی، یک حالتهای عجیب و غریبی داشت که به فرق شکافته علی ابن مرتضی نمیشد تشخیص بدی که در صف حسینیان است یا یزیدیان. یک جایی یک چیزی توی مایه های گریه و ندبه در خرابه های چون شام بود که سیلاب اشک و خون را از چشمت به راه می انداخت. یک جاهای ادا و اطوارش دقیقاً میشد رقص بسنتی در فیلم شعله و جلوی چشم جبار سینگ و ویجی روی خورده شیشه ها که از خنده قش و ریسه می رفتی. یک جایی دقیق میشد چگوارای قهرمان ملتی شریف و نجیب. یک جایی هم به نانجیبی تمام نقش آن چوپانی که چگوارا را لو داده بود از خود چوپان بهتر نقش آفرینی میکرد. به قول آقا جان مصطفی این مرتیکه قرمساق کاکواب نونکش یک چیزی توی خمیرمایه های شر و خیر مطلق بود. مطلقی که فقط یک شاطر و نونبای ماهر و زبردست کم داشت تا در هر شرایطی بشود ازش بهترین نان دوبر کنجدی برشته شده را در آورد. اولین بار 9 ساله بودم که دیدم در مراسم تعزیه در نقش شمر بن ذوالجوشن ظاهر شد. مادر کافسینده هی از این بر میدان میرفت آن بر و شمشیر میکشید و در هوا پر میداد و حسینیان را به هماورد میطلبید. اینقدر ازش بدم اومد و پیش چشمم سیاه و تار شد که فلفور تعارف و رودرواسی رو بوسیدم و رفتم ته دلم تا کسی صدایم را نشنود. آنجا ساکت و آرام نشستم روی یک تپه بلندی که همه حیوانات دست و صحرا زیر نظرم باشد. با نهایت دقت و تیزبینی اسباب جیش کردن 4 5 6 تا از حیواناتی که قد و قواره‌شان از همه بلندتر بود رو انتخاب و تقدیم پسین و پیشین ننه و خواهرهایش می کردن. گذشت تا زمانی که به سفارش و دستور رضا سالتو اسم من رو هم نوشت توی لیست مسئولان کتابخانه مسجد و من تبدیل شدم به یکی از 30-40 نفر هسته اصلی در گروه مقاومت مسجد محله. دیگر برایم قرب و جایگاهی داشت بالاتر از حر بن ریاحی. حتی گاهی توی ذهنم تجسم می کردم که اگر واقعا در روز عاشورا آقای حسینی حضور داشت شاید سرنوشت را طوری تغییر می داد که دیگر مادر تاریخ چون یزید حرامزاده را نزاید. عند الله و عند الرسول انقدر فوت و فنهای کوزگری توی چنتش بود که اگر تمام آدمیان و اجنه
به کاتب و اگر تمام درختها و نیهای مردابها و نیزارهای جهان به قلم و اگر تمام دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها جوهر پلیکان اصل می شدند، باز یک شب از 1000 شبش را نمی توانستند کتابت کنند. آن روز بیبی کشون تا توی تابلو اعلانات اسم خودم رو دیدم که حاج آقا با دست خط مبارک و متبرکش نوشته بود: برادران و خواهران گرامی، چنانچه در زمان نبودن من در مسجد نیاز به امانت گرفتن کتاب‌های کتابخانه داشتید، به برادر مصطفی ایمانی نژاد مراجعه کنید. ارواح امام حسین دست و پاهایم اولش کمی سوس شد. به فهمی نفهمی زانوهایم یک تای کوچکی هم خورد، اما تا دوباره نگاهم به اسم خودم خورد، الله وکیلی به جای آن 24 کلمه‌ای که حاج آقای حسینی با دست خط مبارکش برایم نوشته بود، زور و قوت 124,000 تا پیغمبر و پیغمبرزاده اومد توی پاهایم. عین همین شترهایی است که در مناطق سیستان و بلوچستان به خاطر اینکه بهترین کارایی رو در جهت حمل و نقل انواع و اقسام مواد مخدر داشته باشن معتادشان میکنن. من هم دقیقاً بارم را صحیح و سالم تحویل و رسیدم را گرفته و حالا موقع تحویل رسید و مصرف مواد مخدرم در منقل خانه‌ای بود که صدها کیلومتر دورتر از محل تحویل کالا بود. تیزتر از عقاب پریدم تا رسیدم به خانه رحمان ریغو. تنها ویلچر محله در خانه رحمان ریغو بابای رضا سالتو بود که گاهی به گاهی به بعضی از ما بهترون اجازه استفادهش داده میشد. من توی 10 تا مأموریت هم بیشتر همراه رضا سالتو بودم. من دیگه به جایی رسیده بودم که حتی بی اجازه هم میتونستم برم ویلچر رو بردارم و هر کجا که دلم میخواست ببرم، حتی کرایه کشی. تا شوکت زن دوم رضا سالتو گفت ویلچر رو کجا میبری؟ گفتم بیبی رو باید ببرم دکتر شوکت بانو. اجازه ویلچر را از برادر رضا سالتو گرفتم و منتظر کلام‌های بعدی نشدم. به عجله رفتم منزل و بیبی رو با 1000 تا قسم و آیه سوار ویلچر کردم و بردم پای تابلو اعلانات واقع در حیاط مسجد محله. پای ویلچر مقابل پاهای بیبی نشستم و با اشاره دستم کاغذ اعلامیه مربوط به سمت جدیدم رو نشون بیبی دادم و گفتم دیدی بیبی؟ دیدی خونه دل خوردنها کار خودش رو کرد؟ چقدر خفتمون دادی و به خرهای نجف گچی تشبیهمون کردی که از جلو ارعر میکنیم و از عقب فرت و فرت میگوزیم؟ حالا خیالت راحت شد که ما چه اعجوبه هایی هستیم و تو چه رذالت هایی بارمون میکردی؟ البته این حرفا مال استوار حیدر عموی مجتبی بود. او بود که ما رو به خرهای مسجد تشبیه میکرد. تمام جر و منجر ما با بیبی مصطفی سر همین بود. وقتی آقا جان مصطفی و استوار حیدر دست در دست هم میدادن که مثلا من و مسلم و مجتبی و نریمان رو تحقیر کنن، اون چه بیشتر از همه آزارمون میداد خنده های ملیحانه بیبی مصطفی بود. اونقدر از شوق مسئولیت جدیدم خفت بار بیبی کردم تا اشکهاش از زیر عینک ته استکان نلبکی زد بیرون که زد تازه فهمیدم که چه گوهای اضافه تر از دهانم خوردم. اما حرفهای آقای حسینی دلمان را خیلی آرام میکرد. آقای حسینی میگفت ما باید زمینه ظهور آقا امام زمان را فراهم کنیم تا آقا بیاید و پرچم عدالت و آزادی را در همه جهان به اهتزاز درآورد. پس هیچ عیبی نداشت
که بیبی مصطفی هم برای این خدمت بزرگی که فرزند و فرزند خونده‌هاش داشتن به جامعه بشریت می‌کردن 4-5 تایی قطره اشکی بریزن. با ریختن چند قطره اشک که کن فیکون نمیشد. میشد نریمان جان؟ قسم میخورم که نمیشد. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. درود بر شما. مجموعه داستان، بخشی از تنوره دیو، استاد عباس معمار. گویش سیما. نشر و تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com دمچر دمچری، پرونده قول و قرارها. اولین پرونده قولهای حضرت امام حزب اللهی هاست که در این مقال نمی گنجد. اما لازم به ذکر است همین که ایرانی شریف ایستاده بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان نشسته و دارد از سدهای زباله ارتزاق و معیشت می کند، لذا تاریخ را به تاریخ نویسان شریف وامی سپاریم و نه به تاریخ تراشان حقیر و پست و بیمقدار حکومت‌های استبدادی. دومین پرونده قولهای سرداران محترم سپاه است. همان سردارانی که فرمودند اگر فاو را بگیریم حتما صدام را به پای میز مذاکره نشانده و همه خسارت‌های جنگ را ازش می‌ستانیم و نه تنها خوزستان که تمام ایران را آباد می‌کنیم. می‌توانید همین الان بروید و در ویرانه‌های خرمشهر سیاه و سوخته و در همه زوایای پیدا و پنهان خوزستان جزغاله شده رصد کنید. اصلاً چرا حرف من یا حرف شما؟ گواه ما همان مردم شریف روستای اروند کنار نهر ارزق، همانجا که با همه ما عهد و پیمان بستید. و اما پرونده قولهای تعدادی اندک از آن همه مردمان شرف مداری که رفتند تا شرف نرود، تلنگرهایی دارد که الهی به حق 5 تن آل عبا نه مسلمان به گوش بشنود و نه کافر به چشم ببیند. حسین که دقیقاً در ساعت 10-11 صبح فردای پس از بزرگترین پیروزی در تاریخ 5 ساله جنگ ایران و عراق، یعنی عملیات آبی و خاکی والفجر 8 و دقیق در وسط فاو با تیر قناصه بر ترک پیشانیش شهید شد و رفت پی کار و کاسبیش و تمام، انگاری فقط برد با حسین بود که رفت و سیاه ترین سالهای بعدی حکومت ملاها را ندید. ابراهیم یادش به خیر و هزار ماشاءالله که هنوز هم مثل یک سرو ناز ایستاده. ابراهیم بدنش پر تا پر از تیر و ترکش و جای مرمری انواع گلوله هاست. بعد از گذشت سالها هنوز هم آثار نوک‌تیز سرنیزه در جای به جای بدنش هویداست. سرنیزه که میگویم میدانید یعنی چه؟ قسم میخورم که خیلی ها همه معنای آن را نمیدانند. حالا من قسمت کوچک از یک معنای دیگر از سرنیزه را برایتان تعریف میکنم. شاید این یکی را نشنیده باشید. سرنیزه یعنی برای دفاع از کیان وطن به جنگ تن به تن با افسرانی از حزب بعث رفته است تا قطر بازوی آن افسر حزب بعث حدوداً 2 برابر قطر کمر ابراهیم بوده است. 100 تا نامه بیشتر از بنیاد جانبازان دارد که لوتی بیا و فقط تشکیل پرونده جانبازی بده و برو.
اما او فقط همین 2 کلمه ساده را گفته. وطنم بود و بس. من البته پرونده ناقصی شیمیایی دارم، اما در اصل موجی هستم. حالا من یک موجی میگویم و شما یکی میشنوید که الهی مسلمان نشنود، کافر نبیند. و اما آخرین پرونده کیومرث بیچاره است. کیومرث هم موجی محض بود و هم شیمیایی محض. اولین بار که کیومرث رو دیدم 1 ساعتی بیشتر از اذان غروب شب 24 بهمن ماه سال 64 گذشته بود. توی حمام‌های بیمارستان صحرایی فاطمه الزهرا دوش ضد شیمیایی گرفته و لباس جدید پوشیده و داشتم با چپیه سرم رو خشک می کردم که دیدم از عقب یک لند کروز آمدند پایین. حال چندین نفر خیلی وخیم بود، اما کیومرث به سر بریده شده حسین ابن علی که خرناسه می کشید نه که فریاد میزد، یک نعره هایی میزد از نعره شیرهای زخمی و خونی شده قراتر. روی جابجای اندام بدنش تاولهایی زده بود بزرگتر از یک گردو. از موج انفجار داخلی مثل مارهای زخمی شده به دور خودش میپیچید و میغلطید و کف زمین چرخ میزد و یک دفعه راست میایستاد. یک عکسی از صدام در دست راست گرفته بود، با دست چپ و مشتهای گره کرده محکم میکوبید روی عکس صدام و بلندتر از قبل نعره میزد: آی المؤمنین، ما هزاران دام را میگسلیم، این حرومزاده که 100 تا دام بیشتر نیست. ما حدودای سال 70 هم با کیومرث مراوده ای داشتیم، اما با کوچ ما از منطقه آنها ارتباط قطع گردید تا دمدمای یکی از روزهای سرد زمستان سال 86 بود. اتفاقاً بهمن ماهی بود و غروبی دلگیرتر از همیشه داشت شهر را به پهنه خواب می‌برد که گوشی موبایلم زنگ زد. صدای یک بانو بود که در حالتی از اندوه و بغض نالید: رفیقتم رفت اوستا عباس، رفت. بعد صدای حق حق یک گریه جانسوز بلند شد و بغض طرف شکست و گوشی تلفن قطع شد. ولوله عجیب تلخ و سیاهی افتاد توی دلم. یعنی این بانو کی بود؟ رفیقم کی بوده؟ رفیقم کجا رفته که براش چنین جانسوز گریه میکنن؟ فلفل شماره رو گرفتم، گوشی را برداشت و پاسخ داد. پرسیدم: بانو جسارتاً شما کیستید؟ رفیق من کیست و کجا رفته؟ مجدداً زد زیر گریه و در همان حقحقهای گزندهش نالید: بانوی کیومرث هستم اوستا عباس معمار. رفیقت کیومرث هم رفت که رفت برادرم. دهانم به تلخی کسانی که جام زهر شوکران خورده‌اند به سختی باز شد. وای خواهرم، خدا صبوری و شکیبایی به شما بده. به خدا من خیلی شرمندم که این سالها نتونستم پرسجویی و یا احوالی از شما و رفیقم بگیرم. بانو زبیده دوباره نالید: دشمنت شرمنده باشه برادرم. من شماره شما رو شانسی گیر آوردم. گفتم اطلاع بدن تا بعداً شکایتی نباشه. پرسجوی چندین سال بیخبری رو کردم. بانو زبیده ادامه داد: ای برادر عزیزم، این 1-2 سال آخر عمری خیلی به او سخت گذشت. روزگار من هم سیاه شد. گیر کرده بودم بین زخمهای شیمیایی و رنجنامه‌های موجیگریش. واقعا نمیدانستم به درد و دوای کدومش برسم کاکایم. این دمدمای آخرای کارش ماهیچه‌های روده و معدش قدرت دفع مدفوعش رو نداشت. قرص‌های محرک ماهیچه‌های روده و معده یا در بازار نبود و یا اگر بود تاریخ گذشته بود و اگر موجود بود و تاریخ داشت چینی بود و افاقش نمی‌کرد. برای دفع مدفوعش هیچ راهی نداشتم مگر آنکه دستکش بپوشم و با دستم مدفوع رو از مخرجش خارج کنم.
اوستا عباس برادرم، من که داشتم از خدمت به اون لذت می بردم. اون چرا دلگیر می شد و این همه رنج و بغض‌های استخوان‌سوز می کشید؟ بعضی روزها که از شستن دست خلاص می شدم و دمی پهلویش می نشستم تا کمی دلداریش دهم، با اندوه به صورتم ظلم می زد و می گفت: زبیده بانو، تو را به خدا حلالم کن، دارم از شرمندگی آب می شم. و بعد نگاهی به آسمون می کرد و طلب مرگ می کرد. به خدا قدرت ماندنم در بحث نبود. طاقت بیشتر از یک کلمه دیگر بانو زبیده رو هم نداشتم. کلمه که پرتاب نمی کرد، دشنه و خنجر بود که داشت تا اعماق بیریشگی نسل من رو می شکافت. دیگر طاقتم تاق شد و گفتم: بانو زبیده، خواهر گرامیم، ارواح کیومرث اگر کاری از عهده برادرت برمیاد تو را به روح کیومرث بگی. زبان چون کژدم سیاهش دوباره گزیدن را شروع کرد. ممنون برادرم، الهی شکر، حقوق کیومرث هست. بنیاد هم گاه به گاهی احوالی میگیره. سقف بالای سرمون هم همین آخر کاری ها از خودمونه. اما خودش که نیست، والله انگاری که دنیا نیست. چقدر نالیدم و التماس کردم: کیومرث، تو رو به خون حسین نرو. کیومرث جان، من و جون بچه ها نرو تا خدمت زخماتو کنم و لذت ببرم. اما رفت تا موجیم کنه. برادرم، از حالا فقط برایم دعا کنید تا به سر سال کیومرث نکشم. این کجایش زندگی است؟ این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. دمچری تب نیزار. دعا کنید هر 24 تا چرخ تریلی اینترنشنال های قدیمی که خودش بدون کفیش 20 تن وزن داره، با 20 تن باری که بار تریلیشه، یکی یکی از روی سرتون عبور کنه. صدای شکستن تکه های استخوان های سرتون تا کره ماه و حتی از نپتون و پلوتون هم بگذره، اما تب نیزار نگیری. صد رحمت به تراخم و سفلیس و سوزاک و زکام. خدا پدر و مادر سالک و هاری و سیاه زخم رو بیامرزه. شیر مادرشون حلالشون باشه. امراض محترم کوری و گری و کچلی و خوره و دیفتری و خناق. در تب‌های معمولی شما با یک درجه حرارت مشخص و استاندارد و انسانی طرفی. اما مصیبت و بلا در تب نیزاره. تب نیزار رو که نمیشه به این راحتی تفسیر و تحلیل و تعبیر کرد. انگاری یکی از همین بلاها که بر اقوام قرآنی عاد و ثمود و لوط نازل شده بود. چجوری حالی مردم کنم خدایا؟ اینجوری حساب کنید که خدا یک صندوقچه‌ای رو برداشته و گذاشته روی میز اتاق فرمان رواییش در طبقه 7 آسمونا. بعد که از جانب صندوق نظرسنجی خیال مبارک آسوده شده، اسرافیل رو صدا زده که سریع بدو و شیپورت رو بردار و بیار و فلفور همه مخلوقاتم رو یک جا جمع کن. آنگاه که اسرافیل تمام انس و جن رو جمع کرده بوده در جلوی بارگاه خدای رحیم و رحمانش، خدا فرمان داده که آی مخلوقات تحت فرمان من، از سایه بروید و در زیر و روی آبها و در زیر و روی زمینها و جنگلها و بیابانها و توی ششدانگ آسمانها هرچه بلا و مصیبت را که میبینید بردارید و بیاورید و بریزید توی این صندوقچه. میخواهم بلای خلق کنم که مختص مردابها و نیزارهای تنها حکومت شیعه اثناعشری کره زمین باشد. تب نیزار درجه حرارت بدن رو چنان بالا میبره که تونل نوری که همه آدمها پس از مرگ خواهند دید رو تو دل نیزارهای هورالعظیم و هورالهویزه میبینی.
این ولد زنا بیشترین بلایی رو که بر شما میاره اینه که چشمها و گوشهات رو بازتر از دروازه قرآنش میکنه. اون روز نحس اسفند ماه سال 64 رو هیچگاه از یاد نمیبرم. والله هیچگاه روزهای سگی از همان اذان صبح معلومی که میزان سگیش چقدر رو دامنه بلا و مصیبتش تا کجاها که خواهد کشید. خونچه های نور خورشید که چترش رو باز کرد و اندکی سوز سرما کمتر شد، از سنگر زدیم بیرون هنوز هوا خیلی از گرگ و میش نگذشته بود و باد نمی اومد، اما سوز مخصوص مرداب به آنی به آتشت می کشید و ناخودآگاه دستت به سمت چفیه دور گردنت می رفت. نگاهی به دور اطراف انداختم. آبی که در منبع آب شرب بود باید خیلی خیلی سرد باشد. مسلم اما داشت تند وضو می گرفت. سوسوی نور خورشید داشت از لای نیها لیم بیرون می اومد و این برای من نوید یک آفتاب دلچسب رو داشت که سگش می ارزید به سوز و سرمای وحشتناک داخل سنگر. اما متاسفانه نماز مسلم بیچاره رو شرمنده توی روی ماه خدایش می کرد. بعد از مداوای موقت مجروحیت در عملیات فتح فاو برای آموزش سکانداری به نیروهای تازه وارد به این منطقه اعزام شده بودیم. اون روز 3 ساعتی بیشتر درگیر بلمرانی و قایقرانی و کارهای آموزش سکانداری به تازه واردها بودیم. آمدیم و قبل از ترک قایق چندین عکس هم با بچه ها گرفتیم و من رفتم که لباسهای کثیفم رو بشورم. گردان ما در یک زمینی به وسعت 300-400 متر در 400-500 متری مستقر شده بود. یعنی آب مرداب رو خشک کرده بودن و 4 طرف این مربع رو خاکریز درست کرده بودن تا آب مرداب به منطقه تصدیع شده وارد نشود. و مشرق و مغرب این زمین‌های مصنوعی هم کانال‌های آبی بود که تا دل مرداب‌ها و نیزارها پیش می‌رفت. 6 تا توپ ضد هوایی نیز مستقر بود که همیشه خدا و چه روز و چه شب 3-4 تا خدمه دور برش می‌پلکیدن. 4-5 تا سنگر هم بود که مقداری کمی در عمق زمین و مقداری هم از سطح زمین بالا اومده بود و روی سرش هم تا 2 متر خاک ریخته بودن که در زمان بمباران آسیب کمتری ببینیم. 2 تا چادر تدارکات و کانتینر حاجی یعقوب هم به چشم میخورد که حال میداد اگه حاجی سر کیف بود که همیشه خدا هم بود، ازش 1-2 تا کمپوت کش بری و اون نجیبانه به روی خودش نیاره. فقط آمبولانس لندکروز عباسگنا نبود. جایش در پناه خاکریزهای ضلع غربی محوطه بود. محل پارکینگش برای زمان اومدن هواپیمای عراقی که به سمت شرق می اومدن عالی بود. اما متاسفانه برای زمانی که هواپیماها رفته بودن جلوترها رو بمباران و 1-2 تا از بمب ازشون اضافه اومده باشه، بدترین نقطه کره زمین و کهکشانها بود. امروز تا ظهر 2 بار بمباران شدیم. اولیش خیلی دور بود و همش افتاد توی مرداب و چندتایی هم انگاری عمدن چاشنی اون رو برداشته باشن می افتاد اما عمل نمی کرد. اما دومین بار حرومزاده بی پدر و مادر انگاری دقیقاً هدفش خاموش کردن آتش و انهدام همین ضد هوایی است که من در 10-15 متری اون با خیال راحت نشسته و دارم لباس می شورم. خاکریزها تنها پناهگاهی بود که اگه نزدیکش بودی کمی میتونستی به زنده بودنت تا قطع بمباران امیدوار باشی. البته کنار توپ‌های ضد هوایی هم بدترین جای ممکن بود.
من جا نگرفتم از روزی که اومده بودیم برای اون که تا شستن لباسها سرم رو گرم کنم میرفتم کنار خاکریز و لب نهر آبی که یک ضد هوایی 4 لول 21 میلیمتری در 7-8 متریش بود. هم با یکی از خدمه ها گپ و گفت میکردم، هم لباسها رو در آب مرداب میشستم. البته بگویم چون شستن لباس در آب مرداب بوی بدی به لباسا میداد، گاهی مجبورید دزدکی با کمی آب نوشیدنی اون رو طاهر کنید. البته این کار صدای خیلی ها خصوصا حاج یعقوب را در می آورد. داشتم مثل شاطرهای قدیمی به لباسها چنگ می زدم. می خواستم فاتح فاوی را که پشت لباسم نوشته بودم رو پاک کنم. همون صبح روز اول عملیات که صدام گفت آقایان من یک غلط اضافه کردم و حالا به جایش میگویم گوه خوردم، هرچی شما بگویید هم حساب میکنم. وحی منزل است به روی چشم. همان روزی که عملیات بلفجر 8 بزرگترین عملیات آبی و خاکی در جهان جنگ‌های معاصر نام گرفت، بیچاره خدازده سنار سیشایی هم نیرزید. حالا که دیگه به قدر یک تکریالی هم به درد نمیخوره. از دور شیرجه هواپیما رو دیدم. زیر 4-5 کیلومتر با مقر ما فاصله داشت. به ناگهان صدای تکلول و دولول و 4 لولهای ضد هوایی بود که گوش فلک رو کر کرد. تنها کارم دراز کشیدن روی سینه بود و گذاشتن 2 دستها بر گوشهایم. من اما سرم را هم پنهان می کردم وسط کلوخهای کنار خاکریز. اولش یک صدایی اومد وحشتناکتر از صدای رعد. بعد احساس کردم که مثل یک پر کاهی سبکبار از روی زمین بلند شدم. کمی که رفتم بالاتر کیومرث و مسلم و مجتبی رو کنار نهر دیدم و بعد 3-4-5 متر اون طرفتر از خاکریزی که کنارش پناه گرفته بودم پرتاب شدم. دود و خاک غلیظی پیچیده بود توی هوا. با سر خوردم روی زمین. کمی گردنم درد گرفت اما انگاری به هوش و سالم بودم و جریان بادمجون بم درست بود و آفت نداشت. توی همون غبار غلیظ یک یا خدا گفتم که خدا اگه شیمیایی بوده باشه چیکار کنم؟ کو ماسکم؟ الهی شکر شیمیایی نبود. صدای ضد هوایی ها هم داشت کمتر می شد. از ضد هوایی 4 لول کنار دستیمم هیچ صدایی در نمی اومد به جز صدای جیر و جیر چرخش. ضد هوایی بر روی استوانه استوار بود. باد سریع گرد و غبارها رو برد. تا ایستادم مسلم رو دیدم. هنوز توی اسکله بلمها بود. تقریبا نصف هیکلش از پشت خاکریزی که اون طرفش نهر آب بود پیدا بود. توی دلم گفتم خدای بزرگ این نفهم الاغ چرا شیرجه نزده؟ ظاهراً مسلم از قایق پیاده و یک پاش روی پل شناور بوده که هواپیما شیرجه میزنه و بمبش رو تو فاصله 30-40 متری جایی که ما بودیم رها میکنه. حالا مسلم یک پایش روی پل شناوره و یک پاش روی زمین. اونها که فقط یک بار از روی یک پل شناور خودشون رو به روی سطح زمین رسونده باشن میدونن که کمی تعادل لازمه تا از روی یک سطح لغزان به یک سطح ساکن منتقل بشی. اما مسلم همان گونه که یک پایش روی پل شناور بوده و یک پایش روی زمین، یک ترکشی به پهنای یک کف دست بیش از 3/4 از گردنش رو قطع میکنه و میبره. حالا تمام سر مسلم به همون تیکه استخوان نخاش وصله و خون داره مثل فواره از گلو و خرخره پاره پاره شدش فوران میکنه. تا رسیدم به نزدیکی‌های صحنه پل شناوری که مسلم یک پاش روی اون بود به سمت ساحل کشیده شده و اندام مسلم به سمت آب هل خورد. تمام اندام مسلم از پشت افتاد روی
پل شناور. تا اندام مسلم خورد به کف پل شناور، چون زیر قسمت بالایی تنش خالی بود، سر مسلم از بدنش جدا شد و به قهر آب رفت. خون هنوز داشت از قسمت گردنش که به بدنش متصل بود فوران میکرد. چشم از دست و پا زدنهایش گرفتم. 2 دستم رفت به سمت چشمهایش. کیومرث و مجتبی بلند شدند. آنها روی خشکی بودند و توانسته بودند به موقع پناه بگیرند. اما مسلم. بعد سیل جمعیت بود که به سمت محل حادثه سرازیر شد. یکی داشت داد میزد که تجمع نکنید، الانه دوباره بر میگردن. الانه اگه بیان 30-40 تا کشته بیشتر میدیم. لطفاً همه پخش بشید. بچه‌های تعاون کارشون رو خوب بلد بودن. آمبولانس عباس صلواتی نمیدانم از کجا یک دفعه پیدا شد. عباس داشت داد میزد که سریع زخمی ها رو منتقل کنید. سرم داشت میترکید. بچه‌های قواس تا اومدن که برن و سر مسلم رو از توی کانال پیدا کنن و بیارن، من حرکت کردم و رفتم نشستم پای مخزن آب شرب. هرچه آب به صورتم میزدم انگاری آب میریزی روی یک تابه داغ. تابه‌ای که زیرش خرمنی از آتیشه. پشت سرم تعدادی منتظر بودن تا بلند شدم و رفتم به طرف توپ ضد هوایی. یا ابوالفضل عباس، خدای من، به سر بریده شده حسین اینجا سرزمین خدا نبود. جهنم دره بلا و مصیبت بود. تا حالا هرچی چشم کور شدن دیده بود یا گلوله بر ترک پیشانی بود و یا جدا شدن سر از گردن. اما این آخری اصلا غیر قابل باور بود به خدا. مگر امکان دارد؟ یا خدا، اینجا کجاست؟ هنوز منگ صحنه کشته شدن مسلم بودم. جدا شدن سر و فوران خونهای خرخرش. خودش به قدر کفایت ولوایی از آشوب و طغیانی تلخ رو ریخته بود توی سرم. آبی هم که ریخته بودم روی صورتم انگاری ریخته شده بود روی یک تابه داغ. بخار شد و رفت، از آسمون 7م گذشت. چشمم که به ضد هوایی دلول 21 میلیمتری افتاد، به ظاهر تا حالا فقط 2 کشته داده بودیم. اما در عوض یک هواپیمای عراقی رو زده بودیم. صدای هلهل بچه‌ها و فریادهای الله اکبرشان در شادی سرنگون کردن یک هواپیمای عراقی توی کل نیزارهای هورالهویزه پیچیده بود. بمب دقیقاً 23 متری ضد هوایی افتاده بود. رشید هم مثل عقاب چشم دوخته بود به هواپیما. حاضر بودم به همه مقدسات زمینی و آسمانی قسم بخورم که تا چشم رشید افتاده توی چشمهای خلبان جت جنگی عراق از جایش جم نخورد. تا چشم و همچشم شده با خلبان هواپیمای عراقی، همزمان که پای رشید رفته به سمت پدال شلیک، دست خلبان هم دکمه رها شدن بمب رو لمس کرده. اون بالای صندلی توپ ضد هوایی یک گودال قتلگاه به تمام معنا بود. 30-40% از گونی‌های خاکی که دور تا دور دستگاه توپ به عنوان محافظ ضد هوایی روی هم جیده شده بودند و گاهی تا 2 متر هم ارتفاع داشتند، بر اثر اصابت ترکش‌ها تکه و پاره پاره شده و از چند کیسه نیز خاک آرام غمبار فرو می‌ریخت. حالا تقریباً گرد و خاک‌ها فرو نشسته و صحنه به خوبی پیدا بود. فقط یک جسد داشت روی یکی از صندلی‌های ضد هوایی آرام میچرخید. لوله و صندلی که به سمت من چرخید، دستگاه توپ هم ایستاد. خدای من، به قدر 2 کف دست از وسط سینه‌اش خالی شده بود. بگذار ساده تر بگویم. بمب وقتی در شیرجه رها میشه بیشترین ترکش‌هاش رو به جلو پرتاب میکنه.
یک ترکشی به اندازه 2 کف دست تا بم میترکه مستقیم اومده تا رسیده به پهنای سینه رشید. لباسها و سپس پوست و گوشت و استخون رو از بدن جدا کرده و بعد چون چیز دیگری جلودارش نبوده همه اندام و احشامی رو که از سینه رشید برداشته برده و محکم زده تخت سینه خاکریز روبرو. به یکباره انگاری یک سکوت وحشتناک همه جا رو فرا گرفته باشه، جسد رشید از وسط کمرش تا خورده و با سر افتاده روی زانوهاش. هیچ کس پایش را نمیگذاشت روی دستگاه توپ تا جسد رشید رو به پایین بکشه. اینجا آدم باید موجی باشه تا به درد بخوره. عباس صلواتی هم همینطور بود. برای همین این اسم رو روش گذاشته بودن. عباس صلواتی تا پیدا شد هی صلوات میفرستاد و هی به توپ نزدیکتر میشد. اختیار پاهایم دست خودم نبود. لرزشش رو به خوبی حس میکردم. از مسعود شنیده بودم که بعضی از خدمه توپ‌های ضد هوایی خودشون رو به صندلی فلزی توپ میبندن تا موقع شیرجه هواپیماها ترس بر اونها غلبه نکنه و فرار نکنن تا بتونن در بهترین زمانی که هواپیما به زمین نزدیک میشه و به فاصله مطمئنه 400-500 متری میرسه بهترین شلیک ها رو به طرفش داشته باشن. اما شنیدن کی بود مانند دیدن. تا دیدم عباس صلواتی رفت بالای دستگاه توپ فقط یادم هست که چشمهایم رفت روی هم. زانوهایم آرام آرام خم شد. یک سرمای مافوق تصوری پیچید توی بدنم و صدای عباس صلواتی آخرین صدایی بود که شنیدم. این گره های کور رو با دندونم نمیشه باز کرد. طوری گره زده که خدا هم استغفرالله یک سرنیزه به من بدهید. این یکی دیگه باید چفیش رو ببرم. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. درود بر شما. مجموعه داستان بخشی از تنوره دیو، استاد عباس معمار، به کوشش قاسم قرداغی، گویش سیما، نشر و تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com دمچر دمچری راز چشمهای بیبی. بیبی مصطفی همیشه با چشمهاش با بچه‌های شیعه اثناعشری حرف میزد. به دست بریده شده سقای دشت نینوا که اصلاً و ابداً نیاز به گشودن دهان نداشت. بذارید تشبیه کنم. مثل همین دونه های اسفندی که با 2 انگشت دست له و لوردش میکنیم و میندازیم داخل آتیش و اونام به ناگهان که در میان خلقهای سوزن آتش قرار گرفتن طوری به جلز و ولز میافتن که آدم دل نمیکنه از نگاه کردن به دونه اونها. چشمای بیبی مصطفی هم دقیق همین طوری بود. تا ظلم میزد توی عمیق‌ترین گودال چشمات، حالا دیگه خرخر فهمت زیر رگبار مژه های او بود و مژه هام از اون حلال زاده های تاریخ بود. گاهی که سیلاب اشک و خونابه ها رو بر پرپر شدن جگرگوشه ها و آرزوهاشون میدید، موجهای انفجار چشمهاش چنون براندازانه می نمود که حتی اگه در حبس بودی و خواب 7 دخترون پادشاه رو می دیدی، یک دفعه برت می داشت و می برده تو پرتت می کرد در میانه جنگ 8 ساله. جنگی که به روشنی و تابناکی چلچراغ شاهچراغ
داشت نهایت بیشرفی سیر تا پیاز آتش افروزان و تمامت شرف آتش گرفته ها رو نشون میداد. آتش جنگ داشت با شعله هایی بسیار دود میکرد. شعله هایی سوزنده تر از آتش تمامی 7 طبقات جهنم. موشک های 9 متری عراقی داشتن به تمام کوچه پس کوچه های 6 متری تا حتی قهر و آشتی هامون سرک میکشیدن. جنگنده های عراقی تا هر کجا رو که عشقشون میکشید می اومدند و بمباران میکردند و با فراغ بال باز میگشتند. از پایتخت بگیر و برو تا برسی به شهرهای بزرگ و کوچک. پسر بچه ها و نوجوانان تنها حکومت شیعه اثناعشری در کره زمین برای شرکت در جنگ و رفع فتنه از عالم داشتند دست توی شناسنامه هاشون می بردند و سن خودشون رو بیشتر می کردند و حتی بچه ترها با خودکار مشکی روبروی آینه برای خودشون ریش و سیبیل می تراشیدن. از پیرزنان تا نوعروسان که ارواح حسین دیگه ردخور نداشت. زیورالاتی اگر چون گوشواره بر گوش و علنگو بر دست بود سخاوتمندانه در می آوردند و با چشم گریان و احساس شرمساری بسیار توی دست حکومتی ها می گذاشتن. هنوز که الهی شکر سایه خیلی هاشون بر سرمون هست و امیدوارم که عمرشون با عزت تر باد. اما همین پدرها و مادرها 1 و 2 تا از جوانان غیرتمندشون رو که داده بودن فدای سرتان به گلوی بریده شده علی اصغر داشتن 3 و 4 رو مهیای رزم میکردن. صبر کنید لطفاً. به اندازه یک تجدید وضو اینجا رو باید قبل از خوندن وضو گرفت. گاهی که کار میکشید به یک بزم و رزم مردانه تر و برای ایجاد معبر امن و امان در میدانهای لبالب از مین کاشته شده دسته دسته جوانان قطع میزدند و مینها رو درو میکردند و تکه تکه و پاره پاره میشدند. انگاری جان در برابر آتشی که دشمنان داخلی و خارجی ایران بر این مردم مصیبت زده افروخته بودند سنارسیشای ارزش داشت. چتر جنگ طوری بر سر پیر و جوان گسترده بود که دیگر حتی آموزش و پرورش و معلمان داشتن به جای تربیت دانش آموز خلاق و مبتکر گر برای حکومت سرباز تولید می‌کردند. حالا دیگر حتی دانش آموزان به جای نوشتن انشاء علم بهتر از ثروت برای رزمندگان اسلام نامه می نوشتند و مقداری هم مشکل گشای نخودچه کشمش در پلاستیکی می ریختند و نامه رو می زاشتند توی اونو. فردا یا پس فردا شبش یک رزمنده‌ای در یکی از کمینها در هورالعظیم یا هورالهویزه داشت نامه رو می خوند و مشکل گشا می چروکید و خروار اشک می رید. حالا اگر من دهانم را بیشتر باز کنم و بیشتر بگویم حکماً میگوین مرتیکه بی‌معرفت دارد به نفع سیاه ترین حکومت مذهبی کره زمین سفید نمایی می کند. اما شما بروید و از پرسنل بیمارستان شهید بقایی آن زمان اهواز پرسش کنید که بی‌معرفت اصلی کیه؟ والله به فرق شکافته علی و به هر کسی که میپرستید نوجوانان و جوانان و همین راوی با تنی زخمی و پر تا پر از ترکش و تیر و جای زخمهای سرنیزه و با اون که باید مداوا شده و به زخماشون رسیدگی میشد اما تخت آسوده و امن و امان بیمارستان رو رها و بدون اذن پزشک بیمارستان رو ترک و میپریدن عقب یک لند کروزر رو مجدداً به خط مقدم جبهه در میانه آتش برمیگشتن.
خلاصش این بود که مردم شریف و نجیب و غیرتمند ایران با اون که سر و ته کلاف اعتمادهاشون داشت خواهر و مادر اعتقاداشون رو میگایید، اما در دفاع از تمامیت ارضی و ناموسشان دست به چنان فداکاری های زده بودند که تا به حال هیچ ملتی نزده بود. اگر هم زده بود به کمر شکسته فاطمه زهرا که به این نجابت و شرافت و شجاعت نزده بود و تمام. شوکت بانو اولین بار در تابستان سال 58 و در جریان تظاهرات زنها برای حجاب بود که با خیلی از زنهای محله زاویه پیدا کرد. نه اینکه توی چشم نبودا، نه به خدا بود، اما این توی چشم بودن از برکت رضا سالتو بود. بعد از اون جریانات که منجر به جدایی او از خسرو و به قول زنهای محله مریم و مسعودی شد، با ترور شوهر دومش رضا سالتو در میانه دوران طلایی انقلاب دیگر کارش از منزوی شدن گذشت و به کهیر زدن و بایکوت کشید. 2 سالی بیشتر از جنگ میگذشت که 2-3 ماه از سال رو به عنوان دکتر پرستار به مناطق جنگی میرفت. اما انگاری و از دور هم معلوم بود که آروم نگرفته. یک چیزی از درون داشت افکارش رو طوری میگایید که من از چین و واچینها و ترکهای توی صورتش به خوبی به میزان اون آگاه می شدم. اصلا بگویم یک شبه پیر شد و گم و گور شد و رفت پی کار و کاسبیش. والله بیرا نگفتم. یادم هست 1-2 شب قبل از گم و گور شدنش اومد پهلوی بیبی مصطفی. من نشسته بودم توی حیاط و داشتم کتاب درسی میخوندم. شوکت داشت بعضی از گفته های بیبی مصطفی رو تایید میکرد. حتی داشت از اینکه این چند سال با ملاها همکاری میکرده اظهار ندامت و پشیمانی میکرد. پسر وقتی دهانش باز میشد آدم اصلا به ذهنش نمیرسید که این کلمات داره از دهان زن رضا سالتو بیرون میاد. شوکت بانو در نظر من که فقط قدی کشیده بودم و بالا و از عقل اون چنان سررشته‌ای نداشتم، یکی از ستونهای حکومت جدید بود. اما حالا این ستون داشت از زیر تحمل بار سقف شانه خالی میکرد. نه که بگویم جبهه و جنگ دیدن دست و پاهای قطع شده بود که نمیدونی کدومش رو به کدومش بدوزی، یا تکه و 1000 پاره شدن بدن جوونی که خمپاره 60 خورده بود توی کمرش بعد منفجر شده بود اون رو ترسونده بود. و این هم از نشانه های زهر ترک شدن اوست. نه به خدای احد و واحد. شوکت بانو زن بسیار دلیر و جسوری بود. من خودم به چشم کور شده دیده بودم که سر همین 4 راه زند شیراز گازاشکاوری رو که ساواکی ها و گاردی ها پرتاب کرده بودن رو بر می داشت و به سمت خودشون پرتاب می کرد. حتی توی همین حکومت هم اگه شوکت زیر پر و بال رضا سالتو رو نگرفته بود، رضا سالتو تا این حد در حکومت جدید قد می کشی؟ نه. اگر کارهای چریکی بانو برای شناسایی افراد معاند نبود، خدایی رضا سالتو خودش عرضه داشت روزانه 10-20 نفر رو به پای جوخه اعدام بکشونه؟ نه. حرفایی که داشت از دهانش بیرون می اومد برای اون روزها هر کلمش پاداش 1 گلوله ژسه داشت. اصلا من عاشق همین شجاعتهاش بودم به خدا. یک سر نترسی داشت که منی که هر روز با تیغ ناست 2 سوسمار روی صورتم رو تیغ مینداختم تا زودتر سیبیلم بیاد بالا و نخاش کلوفتر بشه، اما حتی یه نخ هم روی قسمت بالای لبم روش نکرده بود، گاهی میرفتم توی این فکر که هرگاه بزرگشم زنی مثل بانو شوکت رو به همسری برگزینم. زن که نبود، لامروت لامذهب، یک کماندوی به تمام معنا بود. کماندویی که 7-8 نوع اسلحه رو با چشم بسته باز میکرد و میبست و تست میکرد و به دیگران یاد میداد. نه،
اینها و هزاران نمونه از اینها که من از او و حتی بانو هم از خودش سراغ داشت نبود. یک چیزی دیده بود که به قول خودش ماهیت جنگ رو به زیر سوال می برد. من خیلی سخنانش رو به یاد ندارم، اما یه جملهش رو خیلی خوب به یادم مونده. آخر چیزی که شوکت بانو داشت از قیمتش سخن می گفت، من یکی از اصلی های اون رو در گروه مقاومت محله داشتم. حتی زیر آب هم اون رو تست کرده بودیم. شلیک می کرد. شوکت بانو می گفت که دارد در ساندویچی های چهارراه نادری اهواز یک کلاشینکوف روسی با یک همبرگر 60% گوشت معاوضه میشه. تازه اونم بدون نوشابه. می گفت صدام تا حالا 2 بار حاضر به توقف جنگ شده و گفته همه خسارت‌ها رو تا ریال آخرش رو بهتون میدم. پادشاه کویت هم زیر گفته‌های صدام یکی از نخهای سیبیلش رو گذاشته گرو گذاشته که اگه سردار قادسیه نداد مگر من مردم که تمام و کمالش رو فقط در یک فقره چک پرداخت نکنم. اما بیبی اینا میگن الا و بلا که راه قدس از کربلا میگذره و لا غیر. بانو شوکت و بیبی مصطفی رو تنها گذاشتم و اومدم پای تلویزیون 21 اینچ شابلورنس سیاه و سفید نشستم. همیشه قبل از اخبار شبانگاهی سخنان آقای خمینی رو میگذاشت که آروم و شمرده میفرمودند دلخوش به این مقدار نباشید. آب را برایتان مجانی میکنیم، برق را برایتان مجانی میکنیم، گاز را برایتان مجانی میکنیم، بلیت اتوبوس را برایتان مجانی میکنیم. راستش ما آماده ایم تا شما را به متعالی ترین سطح مردمان جهان برسانیم. شبهای واحد 4 سیاسی در بند سبز بزرگسالان در زندان مرکزی شیراز توی پرانتز عادل‌آباد گرچه از حرومزاده ترین شبهاست، اما بینی و بین الله خیلی هم نباید سیاه نمایی کرد و منکر حقیقت شد. این شبهایی است به روشنی روزهایش. من حالا داشتم به چشم می دیدم که نه پول آب می دهم و نه برق و نه حتی گاز. ضمناً اتوبوسی هم که از ساعت 6:30 صبح ما از این دادگاه به اون دادگاه و از این دادسرا به اون دادسرا می بره و تا 4 عصر مثل رخش رستم زیر پای ماست، عصر که هممون رو پیاده میکنه به فرق شکافته علی مرتضی که حتی یک تکریالی هم از این همه جمعیت کرایه نمیگیره. خاطرات زندانی ندامتگاه شماره 55789. دمچری نقل نیکا شاکرمی. نیکا گفت حرکت نکن آقای راننده، لطفاً بایست. دست چپ نیکا روی کاپوت صندوق عقب و دست راستش روی سقف و کچکجکی و نیمخیز شده و چسبیده به ماشین در حال حرکت داشت آهسته آهسته می‌دوید. هی سرش رو می آورد پایین و بعد سری می برد بالا و تعقیب کننده ها رو می پایید. همه تلاشش رو می کرد تا آدم کشایی که موقع آتش زدن روسری در میدان نبرد او رو زیر نظر گرفته بودند پیدایش نکنند. وضع ترافیک به خاطر شرایط جنگی حاکم بر خیابان سبکتر و سرعت ماشین خیلی داشت بیشتر از قبل می شد. نیکا باز هم ناامید نشد و چند قدمی کنار ماشین تند دوید و اما زمانی که دید سرعت لاستیک‌های ماشین از توانایی زانوهایش خیلی بیشتر و این پناهگاه از الان به بعد نمیتواند سنگری امن و قابل اطمینان باشد، با صدای بلندتر و به حالتی که ایستادن و نایستادن پناهگاه برایش آنقدرها هم مهم نیست، با خنده ای ملیحانه تر از همه خنده هایش تا امروز گفتم وایسا نرو. این دیگه آخرین کلمات نیکا بود. ماشین
و ماشین‌ها برای آنکه به دست آدمکش‌ها خرد و خاکشیر و یا به آتش کشیده نشود، همه داشتند با سرعت بسیار فرار را برقرار ترجیح می‌دادند. شرایط آنقدر هولناک و خوفناک بود که حتی اگه کسی از 3 متری با لوله تفنگ شاتگان به صورت شلیک و گوشه خیابان افتاده و داشت پلپل می‌کرد و جون میداد، حتی یک ماشینی که خالی هم بود حاضر نبود بایستد و خاکی به سر زخمی‌های کف خیابون و گوشه پیاده‌روها بریزد. نیکا چشم گرداند به اون سمت خیابان و آدمکش‌ها رو دید. نمیدونست اون رو دیدن یا نه. همونطور که مواظب بود که موتورسیکلت‌های مخصوص سرکوب و لباس شخصی‌ها او رو نبینن، یکی از خوشگل‌ترین خنده‌ها رو انداخت روی لب‌ها و همه زور و نیروش رو جمع کرد توی ساق پاها و به سرعت به سمت پیاده‌رو مقابل حرکت کرد. کنار جدول خیابون که رسید، برگشت و دوباره پشت سر و دور و اطراف رو کاملا براندازی کرد. در فاصله بیشتر از 100 تا 150 متری چشمش به لباس شخصی ها خورد. آدمکش ها داشتن هم از اون خیابون و هم از این سمت برای دستگیری و احتمال بسیار کشتن او به سرعت بسیار اقدام می کردن. از ظاهرشون تشخیص داد که همون سرکوبگرانی هستن که در صحنه اصلی نبرد در میدان جنگ دیده بود. میدونست اون رو زیر نظر گرفتن. 5-6 نفرم بیشتر بودن و داشتن با سرعت به سمت نیکا می اومدن. نیکا توی دلش گفت: پسر، اینا ساعت هاست که دارن مردم رو میزنن و میکشن و لت و پار میکنن. حتما باید تا حالا خیلی خسته شده باشن. این لباس ها و این ابزار سرکوب وزن زیادی داره. من با این تکه نیمسوز شده لچک حریف همه اونها میشم. معطل نکرد و به عجله و مهارت تمام از روی جدول و باغچه بیش از 2 متری خیابون و پرید و به حالت نشسته افتاد پیاده رو. دقیقاً انگاری تمرین رقص و آواز داشت. مثل چریک های تعلیم دیده برای نبرد در میدان های جنگی واقعی. تا 2 دستش بعد از پاها روی زمین قرار گرفت، نیمخیز شد و در همان حالتی که داشت بلند می شد دوباره به عقب نگاه کرد. بله، واقعا او رو دیده بودن و تمام این سناریو برای دستگیری او بود. توی دلش گفت: نباید به چنگ اینا بیفتم. سرنوشت هزاران دختر دستگیر شده رو دیده و شنیدم. من سرنوشت دخترانی که دزدیده شده و به نقاط نامعلومی برده شده و بعدهای بعد جسد تکه و پاره پاره شدهش رو در گوشه یک بیابان پیدا کردن که نصف بدنش رو حیوانات وحشی کوه و صحرا خورده‌اند رو به چشم دیدم. تازه همین مهسای بیچاره، مهسا یک تکه لچکی هم روی سرش بود و خدایی حجابش هم کاملا شرعی و قانونی بود. پسر، یه دفعه سرش رو محکم زدن توی یک میله یا دیوار و جسدش افتاد روی زمین. همین. اما جوجو شمشیر بر حجاب ظاهری که سنگر امن ملاهاست کشیده. من سنگر امن اونا رو به آتیش کشیدم. من گناهم 1000 بار بیشتر از مهسا و سایر مهساهای ایران است. من رو کمم که باشه جسمانی و روحانی آتیشم میزنم. نیکا، اگه امشب قصر در رفتی که رفتی، اما اگه در نرفتی دیگه پرتت میکنن به اون جایی که یک روزی یک عربی یک نی رو پرتاب کرده. البته سگ کی باشن نیکا؟ جوجو فردا شب هم دوباره به میدون میاد. نیکا پس از دادن دلگرمی به خودش شال نیمه سوختش رو در دست فشرد و آتش مبارزش گر بیشتری گرفت. دیگه بدون معطلی و انگاری روی سن خوانندگی یک میکروفون در دست گرفت و میخواد یک ترانه خوشگل و آبدار برای طرفداراش بخونه بود. این شرایط اصلا و ابداً جنگی و خونبار نیست. سریع پیچید توی کوچه گلها.
نیکا برای چندمین بار بود که موقع فرار از دست آدمکش‌ها وارد این کوچه شده بود و از تمامی زیر و بم این محله کاملا آگاه بود. به سر نبش کوچه گلها که رسید یک نگاهی به عقب کرد و فاصله خودش رو با آدمکش‌های دو طرف خیابون تخمین زد و به سرعت تش و برق در داخل کوچه شروع به دویدن کرد. 4-5 تا کوچه فرعی سمت راست و چپ رو به سرعت غزالی تیزپا طی کرد. توی همان حال دویدن که بود اول 10-20 قدمی رو دقیقاً بررسی میکرد و بعد برای 1-2 ثانیه عقب سرش رو نگاه میکرد. هنوز آدمکش‌ها به سر کوچه گلها نرسیده بودند و فقط مردم بیدفاع بودند که داشتن وارد کوچه شده و توی این پس کوچه یا اون فرعی و حتی زیر ماشین‌های پارک شده پناه گرفته و پنهان می‌شدند. نیکا سرعت خودش رو بیشتر کرد و 4-5 تا کوچه های سمت راست و چپ رو طی و سر نبش کوچه فرشته ها ایستاد. چسبید به نبش دیوار و دزدکی به سر کوچه گلها نگاه کرد. آدمکش‌ها 10 نفر هم بیشتر بودند و داشتند در دسته های 2تایی و 3تایی وارد کوچه گلها می شدند. 1-2 تا از آدمکش‌ها تفنگ در دست داشتند و به سمت هر جنبنده و خزنده و پرنده و حتی به سوی هر در منزل و پنجره کوچک خانه‌ای هم که باز بود مستقیم شلیک می‌کردند. پنجره و در خونه‌هایی که باز بود و داشتن به معترضان پناه می‌دادن یکی یکی بسته می‌شدند. 3-4 نفر با باتوم در دست داشتن مردم عادی رو کتک و با باتوم شیشه‌های دور تا دور و آینه‌های بغل ماشین‌های پارک شده رو خرد و خاکشیر می‌کردند. 2-3 نفر دیگر برای ترساندن آبرین دمادم دکمه شوکر برقی رو می‌زدند و با دست دیگرشون اسپری فلفل به سمت آبرین و معترضین فراری به کوچه گلها پخش می‌کردند. نیکا سریع سرش رو دزدید و برگشت به ته کوچه رو نگاه کرد. در همه خونه ها بسته و پرده همه پنجره ها کشیده و چراغ همه خانه ها خاموش شده بود. از خوششانسی بود یا از بدشانسی بسیار حتی یک پنجره باز نبود تا 1 نفر در چارچوبش قرار گرفته باشه و نیکا با اشاره دست ازش بخواد که دکمه آیفون در کوچه رو بزنه. آدمکش‌ها حالا خیلی خیلی نزدیک شده. صدای شلیک گلوله و برخورد باتوم با شیشه و سقف و بدنه ماشین‌های پارک شده و حتی صدای جیز و ویز دستگاه شوکر برقی هم دیگه داشت به گوش می‌رسید. نیکا حالا در محاصره کامل قبیله آدمخواران و آدمکشان چشمش فقط به دنبال یافتن یک سنگر امن و قابل اطمینان اینجا و اونجا رو برانداز میکرد. توی دلش به خودش گفت دختر شجاع باش، تو که دیشب و پریشب صحنه‌های از این خطرناکتر رو هم دیدی. نیکا یادت باشه که اگه بترسی به کلاس رقص و آواز فردا ساعت 11 صبح نمیرسی. حواست باشه، یادت هست به چند نفر از علاقمندات قول دادی؟ دوباره دلش قوتی گرفت و با خنده ملیحانه دقیق تمام کوچه رو بررسی کرد. بله، برای چند ساعت پناه گرفتن زیر اون ماشین آفروید جای بدی نیست. اون وقت چابکتر از یکی از همین افراد گروه‌های چریکی که انگاری برای جنگیدن در شرایط ویژه زیر نظر متخصصترین مراکز نظامی جهان تربیت شده باشن، خیز کرد و مثل یک مار به زیر ماشین شاسی بلند خزیده و خودش رو گره زد به قطعات فلزی زیر ماشین. حالا حتی اگر کسی دلا میشد و زیر ماشین رو نگاه میکرد، نیکا رو که به ته ماشین و بین قطعات فلزی ماشین پیچیده بود رو نمیدید. دیگه صداها انقدر نزدیک شده بود که نیکا یقین کرد که آدمکش‌ها داخل کوچه فرشته ها شدن. 7-8 نفری بیشتر داخل کوچه شدن. یکی با باتوم
به شیشه های ماشین ضربه میزد و اونها رو میشکست. یکی دو تا مثل این که مسابقه گذاشتن تا جای نیکا رو افشا کنن و جایزه مخصوص اون رو به دلار دریافت کنن داد میزدن که فرمانده به خدا ما خودمون دیدیم وارد این کوچه شد. حتما یکی از اون خونه ها به اون پناه داده. چه دستوری میفرمایید؟ دستور دهید تا سریع اقدام کنید. یکی که انگاری نقش بالاتری در دسته آدمکش‌ها داشت با صدای هراسناک که همه همسایه ها بشنون فریاد میزد: آی لشکریان خدا، در همه خانه ها را بزنید و از تک به تک افراد خانه پرسش کنید. هر خانه‌ای که به نیکا پناه داده باشد در جرم نیکا شریک و 100% به اشد مجازات محکوم خواهد شد. هوشیار و به گوش باشید که اگر نیکا در خانه شما پیدا شود، شما از آن به بعد دشمن حکومت محسوب می شوید. دیگر تکرار نمی کنم، حالا دیگر خود دانید. نیکا 2 تا پایش را گذاشته بود روی قطعات آهنی جعبه فرمان ماشین و دستهایش را حلقه کرده بود دور میل گاردون و خودش رو چسبونده بود به زیر ماشین. توی دلش گفت: چند نفر به یک نفر بی معرفتا؟ مثلا شما زرنگی؟ بذار امشب به خیر بگذره، فردا شب براتون دارم. پسر چه کار خوبی کردم که وارد خونه کسی نشدم. وای اگه یکی به من پناه داده بود همه اعضای خانواده بیچاره می شدن. خدا رو شکر که جای خوب و مطمئنی گیرم اومد که باعث شر برای کسی نشود. نیکا هنوز آرزو داشت توی دلش با خودش حرفهای بسیاری بزنه. اما گاهی همه چیز دست خود آدم نیست. امشب هم زمین و زمان داشتن به زایمان یک جنایت هولناک کمک می کردن. کوچه فرشته ها میهمانان ناخوانده شومی داشت. میلیشیاهایی که آمادگی زایش هر جنایتی را داشتند. نیکا آمد که کمی وحشت کند. بفهمی نفهمی کمی هم دست و دلش لرزید. اما تا عنکبوت نومیدی آمد اولین تارهای خودش رو به دور افکار نیکا بتند، به ناگهان تمام پرده های اتاقهای خانه های رو به کوچه گشوده شد. پنجره ها همه باز شدند و آدم ها آمدند کنار پنجره ها. حتی در خونه ها هم یکی یکی باز می شد و مردمان کوچه گلها داشتند با صدای بلند داد می زدند که نیکا شاکرمی میهمان خانه ماست، بیایید خانه ما را بگردید. مزدوران برای لحظه گیج شدند. مگر چند تا نیکا داخل کوچه فرشته ها شده است؟ هنوز در گیجی صداهای مردم بودند که با پرتاب گلدانهای گل از پنجره ها مواجه شدند. گلدانهای کوچک و بزرگی که یک شمع روشن روی هر کدامش بود. از پنجره های خانه ها می افتاد روی سر آدمکشها. آدمکشها از حول و ولایی که به راه افتاده بود از داخل کوچه فرشته ها فرار کردند و رفتند سر کوچه ایستادند. دوباره تمام پنجره ها بسته شد و پرده ها کشیده شد و همه کوچه در سکوتی دهشتناک قرار گرفت. آدمکشها بهت زده داشتند به داخل کوچه نگاه و حیران شده بودند که این همه گلدان و گل و اون شمعهای روشن از کجا به داخل کوچه بر روی سر اونها پرتاب شده. ناگهان یک صدا سکوت و ظلمت کوچه فرشته ها را شکست. صدایی که آرام آرام شروع شد و در صدمهای ثانیه تا عرش خدا هم رفت بالا. صدای نیکا بود پسر. داشت به همان شکلی که روی سن خوانندگی میکروفون توی دستش بود و اون داشت پاهاش رو پیچ و تاب میداد و با حالتی از رقص فرشتگان آسمانی به چپ و راست نگاه میکرد و قهقهه شادی سر میداد. میخواند: یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو نرو.
شب داشت آخرین خنچه های تابوت دقایق و ثانیه های روز رو برای کفن و دفن بر دوش خود حمل می کرد که نیکا به هوش اومد. ظاهراً از شدت خستگی در همان زیر ماشین و چسبیده به قطعات فلزی به خواب رفته بود. چشمهایش که باز شد از زیر ماشین که خوابیده بود قرص کامل ماه رو دید. تا از همون زیر ماشین چشمش به ماه افتاد، رفت توی دلش و گفت وای خدای من، ماه امشب چقدر قشنگتر از ماه شبهای دیگه است. خدایا مگر می شود در مدت چند ساعت خوابیدن من ماه اینقدر قشنگ و تابناک بشود؟ پسر به خدا خورشید هم به این نورانی نیست. وای خدای من، این ماه چقدر ماه هست به خدا. کاش گوشی تلفن همراه هم با من بود که یه سلفی ناب و خوشمزه و آبدار ازش می گرفتم. ای وای راستی کو گوشیم؟ نیکا از ترس این که سنگرش فتح نشود خودش رو قرص و محکم به زیر ماشین و لابلای آهنها چسبونده بود، طوری که اولهای به هوش اومدنش احساس کرد که دستها و پاهایش به قطعات زیر ماشین جوش خورده و به احتمال بسیار به این سادگی ها از اونها جدا نخواهد شد. اما تا توی دلش اراده کرد که حالا دیگه باید حرکتی انجام دهد، دستها و پاهایش به نرمی حریر و ابریشم از لای قطعات آهنی جدا شدند. کمرش رو آروم آروم به زمین چسبون و کمی خودش رو کش و قوس داد، مثل همین کش و قوس هایی که روی سن خوانندگی میداد. کش و قوس داد تا مثلا خستگی و کوفتگی ماهیچه ها و شکستگی استخون ها، خرد و خاکشیر شدن دندون های قشنگ تر از مرواریدش کمتر شه و از یادش بره. اما خدای من، همانطور که داشت روی زمین و هوا دست و پا میزد و شناور بود، احساس میکرد که توی تمام سالهای عمرش لحظه‌ای به این سرخوشی و سعادتمندی نداشته. سرخوشی چنان بالا بود که نیکا احساس کرد در تمام سالهای عمرش حتی 1/1000 ثانیه مثل حالا رو نداشته. ظاهراً همه جا کاملاً امن و امان بود. نه صدای پای دسته به دسته آدمکش ها به گوش می رسید که داشتن با باتوم و تفنگ مردم رو کتک می زدند و می کشتند، نه حتی سایه پای یک همسایه در بنبست فرشته ها دیده می شد که مثلا دارد آخر شبی به منزل می رود تا استراحت کند. به آهستگی از زیر ماشین بیرون آمد و مثل یک گل آفتابگردان در همان وسط کوچه قد راست کرد و لباسهایش را تکاند. خدای من، پاهایش هم روی زمین بود و هم توی هوا بود. نیکا رفت توی دلش و گفت باید سریع خودم رو به خونه برسونم. خدایا مادرم تا حالا باید خیلی نگران شده باشه. وای تا حالا چه آشوب و بلوای تلخ و تاریک افتاده توی دلش. خاله جوج این بار دیگه بی برو برگرد آتیشم میزنه. حقم داره به خدا. دیشب تأکیدم کرد که جوجو به خدا این یک جنگ واقعیه. چقدر نصیحتم کرد که جوجو تو و این لطافت دخترونه و اون آرزوهای قشنگ با این الماس سرکوب و کشتار اصلا به هم نمیای. خداییم که هرچی امشب به چشم دیدم صحنه یک جنگ واقعی بود. حالا چجوری با این دلهوره اضطرابی که به جان جوج انداختم بگم جوجوش رو ببخشه؟ البته اگه خاله جوج بفهمی که در این صحنه جنگ خونبار و خوفناک چه اسلحه‌ای در دست جوجوش بوده، از خنده رود و بر میشه و حتما جوجو رو میبخشه. ولی اگه برای مادر و خالش تعریف کنه که چه خاک و خاکایی بر سر جوجوهاشون اومده بود، چه مصیبت‌هایی رو ستم‌هایی رو هم به جفا کشیده، به خدا فیلفور هر دوتاشون دق مرد میشن.
شاید هم خدا خودش به آدم و عالم گفت راستی کو اسلحه‌ام، کو شالم. نیکا شال نیمه سوختش رو که در محل تظاهرات به آتش کشیده بود رو در دست داشت و داشت موهاش رو از پشت با اون میبست و از افکاری که اومده بود توی کلش داشت خندش میگرفت. هنوز ماهیچه لبهای نیکا ذره‌ای لبها رو از هم باز نکرده و اون دونه دونه در گوهرهای قشنگش زیر لبها پنهان بود که انگاری اسرافیل در صورش دمید. یک دفعه تمام زمین و آسمون روشن شد. از روز هم روشن‌تر. ماشین ها بودن اما به خدا انگاری نبودن. خونه ها بودن به خدا اما انگار نبودن. کوچه بنبست فرشته ها و گل ها بود اما انگاری نبود. انگاری کائنات گره خورده باشه به ماهیچه های لبهای نیکا. نیکا گیج شده بود و خدایی حق داشت. انگاری نشسته باشه روی یک صندلی در سالن سینماهایی که فیلم‌های سه‌بعدی نشان میدن. هرچی لبهای نیکا از سرور و سرخوشی فضا بیشتر باز میشد، زمین و آسمان نورانی‌تر میشد. دیگر چشم را نمیدید. نیکا احساس کرد که انگاری توی تونل زمان است یا چیزی مثل این حرفها. احساس میکرد که دارد از کره ماه و حتی خیلی خیلی بالاتر از نپتون و پلوتون به زمین نگاه میکند. مادرش را میدید و فریاد و فغان از ته جگرش را میشنید. اما انگاری نمیدید و نمیشنید و هیچ کاری ازش بر نمیآمد. خاله جوج رو از همون فاصله دور در میان صحرای سوزناک در منطقه از کره زمین به خوبی میدید که دارد از دوری او با ناخن بر صورتش زخمهای بسیاری میکشد و صدای جیغش در همه کهکشانها شنیده میشود. اما نیکا انگاری نمیدید و نمیشنید و هیچ کاری ازش بر نمی آمد. نیکا بود اما به خدا انگاری نبود. اصلا مشخص نبود این طغیانگری کائنات بر یکی از دختران و پسران آفتاب و مهتاب است یا عصیان دختر مهتاب برای رسیدن به آرزویش. این فقط بخشی از منظومه تنوره دیو بود. پایان. عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری، ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را پیشتر میبری. بخشی از تنوره دیو، استاد عباس معمار، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، نشر و تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com